سلام، من علی هستم از اسیو ویزدام. اینجا در مورد چیزهای خیلی جالب و خفن اسیو صحبت میکنیم، در مورد تجربه های بین المللی کار اسیو صحبت میکنیم. امروز یه مهمون خیلی خفن داریم، علی دلیر عزیز، که یه نگاهی به پروفایل لینکدینش بکنید، انقدر چیزای هیجان انگیز داره که من خیلی مشتاقم باش صحبت بکنم و به اصطلاح تجربیاتش رو بشنوم. از تپسل و اسنپ فود و دیجیکالا سابقه کار داره، صنعتی شریف درس خونده و الان هم داره با تکنولایف و علی بابای چین همکاری میکنه که علی بابای چین یکی از خفن ترین و بزرگترین شرکت های جهانه و خیلی کار عجیب غریبی میکنن، کارنامه خیلی موفقی دارن و من خیلی مشتاقم که با علی بیشتر بریم در موردش صحبت بکنیم و ببینیم که چیا میتونیم ازش یاد بگیریم. علی جان سلام. سلام علی، شبت وقتت بخیر. بخیر. مرسی، خوشحالم که قربانت. دعوتمون رو قبول کردی. ممنونم ازت. چه خبر؟ منم خیلی همیشه خوشحالم که امروز دارم باهات صحبت میکنم، میبینمت. خدا رو شکر همه چی خوبه. شما خوبین؟ قربونت، مرسی. افتخاری برای ما. خب علی، یه معرفی از خودت برامون میکنی که به اصطلاح از کجا شروع کردی و چه داستانی داشتی و الان کجا هستی؟ اولا که خیلی خوشحالم امروز در خدمت شما و یه سلامی میدم به کسایی که قرار ما رو ببینن در آینده. من هلوهوش 13-14 ساله که با این دنیای تک و مارکتینگ آشنا شدم. حالا قبلترش هم بوده ولی خب آنچنان جدی و واقعی نبوده، صرفا در حد کنجکاوی بچگانه بوده. امروز که با هم داریم صحبت میکنیم، من افتخار اینو دارم که به عنوان هد پرفورمنس تکنولایف و به عنوان مهندس ارشد تکنیکال مارکتینگ گروه علی بابای چین و پی آی سی جی ای گروس انجینیر این شرکت توی ترندیول مشغول به کارم. ارزم به خدمتت اگه بخوام بگم چه کارا کردم، خب من کارم رو در ابتدا با وبلاگ نویسی شروع کردم، یعنی اون زمانی که تازه بلاگفا و پرشین بلاگ و اینجور سیستمایی بلاگ نویسی اومده بود بالا. من کاملا شانسی توی سن خیلی پایینی با این قضیه آشنا شدم که میشه بلاگ نوشت، بقیه میتونن ببینن و خب منو با این دنیا آشنا کرد و من وارد حالا فضای اینترنت شدم. جلوتر که اومدم ذره با زبانهای برنامه نویسی آشنا شدم، با تکنولوژی مختلف، با پلتفرم‌های مختلفی که حالا اون زمان وجود داشت. پی برام جذابتر و جذابتر شد تا اینکه افتادم دنبالش تا بتونم این علم رو به دست بیارم و بیشتر راجبش بدونم و بتونم کار بکنم. خلاصه زیاد نخوام کشش بدم، اینجوری شد که با چند تا زبان برنامه‌نویسی آشنا شدم. مسیرم تا حدودی عوض شد. امروزی که اینجام بعد از گذشت حدوش 11-12 سال کار کردن توی حالا دنیای سئو یه تغییر پوزیشنی دادم. حالا عملا از تیم سئو خارج شدم و توی تیم مارکتینگ دارم کار میکنم، توی قسمتی به عنوان انجینیر، قسمتی به عنوان کسی که کاملا کار پرفورمنسی میکنه و خلاصه همین. خیلی عالی. من اتفاقا کنجکاوم هستم که بیشتر از به اصطلاح تجربیاتت بشنویم و داستانت و اینکه به اصطلاح چی شد که این جایی که هستی الان هستی. من داستانم عجیبی برام پیش اومد، یعنی از کودکی که بخوام بهت بگم. من مادرم یک خانومی بود که اهل مطالعه بود، زیاد علاقه‌مند به این بود که بخونه، بدونه، اطلاعات عمومی داشته باشه و خب من بچه بودم، شروع کرد به من یاد دادن اینجور مسائل که اگه بتونی خودت شروع کنی خوندن، شروع کنی یاد گرفتن. اگه مثلا به اسباب بازی میکنی، خودت میتونی که خراب شد درستش کنی، میتونی یه سری چیزای جدید درست بکنی از اون چیزایی که خراب شدن و این شکلی داشتیم میرفتیم جلو. من فکر کنم 3-4 سالم بود که حروف الفبا رو یاد گرفتم و خب خواندن نوشتن بلد بودم. وقتی میرفتم مدرسه کلاس اول ابتدایی از بقیه عملا جلوتر بودم، میخوندم، مینوشتم. اونقدی سخت نبود برام اون اول دوم ابتدایی سوم ابتدایی که داشتم میرفتم. یه سالی عید بود، ما رفته بودیم خونه دایی مادرم برای عید دیدنی و دختر دایی مادرم کاملا شانسی منو با این وبلاگ نویسی آشنا کرد.
مثلا بلاکفا وجود داره، میتونی اینجا بنویسی، میتونی یه کاری کنی بقیه ببینن. خب برای یه بچه‌ای که زیاد چیزی نمیدونه خیلی جذاب بود. آی من یه چیزی بنویسم بقیه ببینم. من یه چند سالی با این کار کردم، ولی خب چون سنم کم بود نمیتونستم بفهمم دارم چی کار میکنم. تا اینکه فکر کنم سوم چهارم ابتدایی بودم قشنگ قلقش اومده بود دستم که چجوری بنویسم، چجوری بازدید کننده ها از کجا بفهمم بازدید کننده رو سایتم، پیج رنگ چیه، چیزایی که شنیده بودم در هم بر هم ولی نمیدونستم خیلی زود عمل. وارد وب شدی، واقعا خیلی آره زود. آره خیلی زود. برای خودم هم خیلی جای تعجب همیشه که من چیکار داشتم میکردم. تو به من اون عنوان موقع داشتم جیرشو بازی میکردم راستشو بخوای. منم بازی میکردم ولی یه وقت من اون حرفی که اون روز به من زد که میدونی وبلاگ چیه، میشه چه کارایی کرد، یه جذابیت خاصی برام داشت. وارد دنیایی کرده بود که من هیچی ازش نمیدونستم، یعنی کاملا بلایند بودم نسبت بهش و نمیدونستم باید چی کار کنم. مثلا اینجا چی هست، این آدما از کجا منو پیدا میکنن، چجوری ممکنه من آدرس سایت داشته باشم. نمیدونم اگه حالا خاطرتون باشه، احتمالاً شاید خیلی بدون این دامنه هایی بود اون موقع .tk آره فری فیری بود. بود. آره فری بود. خب بچه پول نداره که بخواد هاست و دامین رو بخره. من میرفتم با هزار بدبختی تو این سایت های خارجی هاست و دامنه و این چیزای فری پیدا میکردم. بعد یه چیزی میومد بالا که نمی‌دونستم باش چی کار کنم، یعنی اصلا ستاپ کردن حتی وردپرس هم بلد نبودم. دوباره برگشتم رو همون وبلاگه، کوشیدم با وبلاگ کار کردن، یه چند تا و آموزشی پیدا کردم خیلی سختم بود. کتاب بودن اون موقع، مثلا HTML CSS یاد میداد به مخاطباش. من اون کتابا رو گرفتم، بازم زیاد چیزی متوجه نشدم. تا اینکه بابای من گفت بیاد که اینقدر علاقه داری کلاس HTML CSS برو. 9 یا 10 سالم من این HTML CSS رو رفتم، ولی خب یه بک‌گراندی نسبت به بقیه آدما داشتم که یه همچین چیزی وجود داره، وب این شکلیه، ساختارش اینجوریه. خیلی سریع باهاش اوکی شدم و فهمیدم که اصلا باید چیکار بکنم. HTML CSS رو یاد گرفتم، ولی بازم اون چیزی نبود که من می‌خواستم. رفتم تو وبلاگ، اون موقع مثلا یه سری قالبای سایت دانلود ها مثلا خیلی مود بود اون موقع. رفتم قالبای اینا رو پیدا می‌کردم، شروع کردم روی وبلاگ بالا آوردن. یه حالت مثلا پوستای وردپرسی که الان هستن، اونا هم ازش از اون جنس HTMLش در میومد که تگای خاص داشت و یه قالبایی بود برف می اومد مثلا. آره دقیقاً. نه اینا مثلا میگم شبیه مثلا خود چیز بودن، شبیه خود دانلود ها بود. دقیقاً میشه سایت دانلود ها، تو روی بلاگ دانلود ها آوردی بعد پست عاشقانه روش می‌نویسی. خیلی عجیب بودش، مثلا فضای آره سورئالی می‌ساختی واسه وبلاگت. بعد دوباره جلوتر رفتم دیدم نمیشه با این اون کارهایی که من میخوام بقیه سایت‌ها دارن میکنن با این وبلاگ نمیشه انجام. افتادم دنبال وردپرس و خیلی گیج شده بودم دیگه، عملاً نمی‌دونستم باید چیکار کنم. اصلا سطح توانایی من بالاتر بود، ولی هی دست و پا زدم، چند سالی باشه توش دست و پا زدم تا اینکه قلقش اومد دستم، کانسپت رو فهمیدم وبلاگ چیه، اون قسمت‌های مختلفی که داره چجوری کار میکنه، دیتابیس چیه. ولی بازم هنوز آنچنان نمی‌دونستم تا اینکه حالا به کمک چند تا از دوستانم با دنیای برنامه نویسی آشنا شدم. یعنی عملا با جاوا اسکریپت و سی شارپ و اینجور چیزا. حالا HTML CSS رو من گذاشتم که مثلا دوران کودکی بود و به عنوان مارکاپ استفاده می‌کنیم، ولی واقعا وارد دنیای برنامه نویسی شدم و اونجا دیگه شروع کردم خوندن. هم سنم بیشتر شده بود، زبان انگلیسی یاد گرفته بودم، یه مقدار محتوا در مورد اینجور چیزا توی سطح وب بیشتر شده بود. اینترنت 512 گرفته بودیم اون موقع، دستمون باز بود که بتونیم یه مقدار با سرعت بیشتر سایت رو کرال کنیم و بخونیم و جلوتر بریم. خلاصه تا اینکه شد من فکر کنم سال سوم راهنمایی بودم. پدر من یه آدم سفت و سختگیری بود که 1000 تومان پول واسه مسیر رفته تا 1000 تومان واسه مسیر برگشت، 500 تومان هم بابت غذایی که اونجا میخوره، اگه بیشتر میخوای باید کار کنی. گفتم آره من پول بیشتر میخوام، پول خیلی میخوام، کمه واسه هیچ کار من جواب نمیکنم، من ورزش کنم میخوام برم این و آره خوب. بابای منم یه بازاری بود و اینکه باید خودت رو پای خودت وایسی، حالا سنت توی جاییه که نباید مسیر رو اشتباه بری. یه مغازه‌ای داشت داده بود اجاره، منو فرستاد اونجا به عنوان یک، حالا میشه گفت فروشنده، کارگر، هر اسمی میشه روش گذاشت. همه کار میکردم، صبح تی میزدم، بعد از اینکه مشتری ها میمدن شروع کردم جنس فروختن. مغازه تو لاله‌زار بود، پشت شهرداری.
احتمالاً همه پسرا مسیرشون اونجا خورده که پلی استیشن بخرن، بازی بخرن. من اونجا شروع کردم کار کردن و اینا. بعد گفتم بذار من تو فضاهای دیگه هم ببینم میتونم بفروشم بازی‌ها رو. بعدشم برای خودم یه سایت بالا آوردم، سایت رو کارت چاپ کردم، روش کد تخفیف می‌ذارم. اگه مثلا می‌خوای بازی بخری بفروشی بیا برو از اینجا این سایت ببین، همونجا هم بخره بفروش، من پیک میفرستم میاد. یعنی هم مارکتینگ رو داشتم زیر پوستی انجام میدادم، همین که داشتم اون تکرم که علاقه داشتم حفظ میکردم، کارگری من میکردم. یعنی همه چی همزمان با هم دیگه بود. تا اینکه یه روزی یه دوست عزیزی که خیلی دنبالش میگردم رو اونجا دیدم، یعنی اومده بود بازی بخره. من گفت چرا اینقدر سخت داری کار میکنی؟ کن تو گوگل سرچ کردن مثلا سایتت بیاد بالا، پیدات کنن، مثلا جنس بخرن، بازی بخرن، اونجا تعویض کن. تو که همچین کاری کردی. گفتم مگه این میشه که کارش هست به اسم سئو و این چیزا؟ گفتم تو بشین به من یاد بده اینو چی به چیه، بعد من بهت یه بازی مثلا بازی که میخوای من بهت فری میدم. این بنده خدا هم حالا گفت نمیشه مثلا توی نیم ساعت یه ساعت توضیح داد، ولی بهت موضوع کلی رو بهت میگم و بدونی چی به چیه، چون علاقه مندی برام جذابه که مثلا یاد بگیری. من نشست برام وقت گذاشت، من یه حدود خیلی کمی که اصلا سئو چیه، موضوعش یعنی چی، دنبال چی باید بگردم، اون چیزایی که نمیدونستم رو بهم گفت که اینا رو تو نمیدونی، یه برو بگم راجع به اینجور مسائل. خلاصه من افتادم دنبال این که سئو چیه، چجوری کار میکنه، چیکار باید بکنم. ولی باز هم دوباره مثل اون اوایل دنیای تکی که وارد شده بودم هیچ محتوایی راجبش نبود. اون موقع بکلینک چجوری من بخرم مثلا تریبون یا ایکسی نبود که بخوای ازش بکلینک بخری یا اصلا بکلینک بسازی. همین الانش هم دغدغه است بکلینک خوب پیدا کردم. وای به حال اون موقع که مثلا هیچ مسیری وجود نداشت و اینکه باجتینگی وجود نداشت، تیمی وجود نداشت، خیلی مسائل زیاد بود. تو مجبور بودی خیلی سختی بکشی تا بتونی به اون کارهایی که باید واسه سئو انجام بدی رو پیاده سازی بکنی. البته اون موقع که همه چی بکلینک بود، کانتنت های طویل و بکلینک زیاد. این بکلینک کیبورد زیاد زیر صفحه بکلینک بگیر. دقیقاً. و بازم سخت بود بکلینک پیدا کردن، سخت بود تو بخوای بکلینک زیاد بخوای، چون همه مثلا یا سنشون بالا بود، میتونستن خیلی بالغانه فکر بکنن، میتونستن خیلی کارا رو انجام بدن. الان خودم برمیگردم به اون موقع فکر میکنم چه کار سختی داشتم میکردم، چه روزای سختی بود. خدا شکر از شرش خلاصشون گذشت. الان هر کی بخواد وارد این اکوسیستم سئو بشه همه چی حاضر آماده است. عملا تو داکیومنت خود گوگل رو بخونی دیگه تمومه، دیگه نیازی به هیچ چی نداری. بقیه همه آموزش‌ها فیک و پول درآوردنی و اینجور چیزاست. بقیه‌شو تجربه می‌کنی، تو اون داکیومنتری مسلط باش. ولی اون موقع هیچ چی این شکلی نبود. خلاصه من هی درس می‌خوندم، درس رو ول می‌کردم، می‌رفتم سر کار که بتونم این کارا رو انجام بدم، تا اینکه تصمیم گرفتم از بازار بیام بیرون. بازار محیطش برام مناسب نبود، بر اساس حالا اعتقادات اون موقع و شرایطی که اون موقع داشتم. من دوست دارم توی یک فضای بهتر، فضایی که این قضیه رو درک میکنن کار بکنم. و مثلا خانواده میگفت درس تو بخون، کار میخوای چی کارو دیگه، بس تابستون رو بهت گفتیم مثلا برو بیکار نمون برای خودت. من دیگه خوشم اومده بود، هم پول جذاب بود، هم کاری که داشتم میکردم خیلی جذاب‌تر از درس بود واسم. جلوتر اومدم، خب این هی تجربه داشت بیشتر شد، سئو داشتم کار میکردم دیگه، در کنار مدرسه داشتم به صورت حالا پروژه‌ای یا مثلا ریموت تور میشد ریموت کو، مثلا من بعد از ظهر بعد مدرسه میرفتم سر کار، خیلی با هم کنار میومدن. یعنی اون آدمایی که میخوردم به تورشون اینجوری بودن که میدن یه بچه‌ای که خیلی علاقه‌منده و میخواد کار بکنه ازش حمایت میکردن. اینجوری نبود که سنگ جلوی پای من بندازن یا اذیتم کنن. برعکس، مثلا من توی شرکتی کار میکردم، اولین شرکتی که کار کردم سال فکر کنم 91 بود، شرکت رامادور بود اسمش. مثلا ایشون یه برادری داشت که اون موقع سایت خیلی بزرگی بود توی ایران در مورد سلامتی بانوان. این سایتی که داشت کار میکرد اسم سایتش اوما بود اگه اشتباه نکنم، شاید شنیده باشیم. نه نمیشناسم. آره، برادر ایشون برنامه نویس خیلی سفت و کار درستی بود. سایت رتبه اون موقع 60 ایران رو داشت. توی الکسا، اون موقع الکسا الکسا وجود بود. داشت. آره، الکسا اون موقع وجود داشت. رو الکسا رنک 60 رو داشت و من میرفتم از اون یاد میگرفتم. یعنی مثلا میگفت بیا این پروژه رو با هم انجام بدیم. خب برام تجربه بسیار ارزشمندی بود که قبل مثلا 18 سالگی بتونم
روی همچین پروژه‌ای که مثلا یوزر بیس سنگینی دارن کار بکنم و خب نگاهم رو هی داشت عوض میکرد و بهتر میکرد، داشتم یه آدم کامل تری میشدم. من اینکه هیچ وقت خیلی آدم کامل نمیشه. بیرون، یعنی برای منم این تجربه رو دیدم و شنیدم خیلی، که تو اینکه خودتو بری بیرون در معرض قرار بدی و آدمای مناسبی دورت قرار بگیرن خیلی رشد آدم کمک میکنه. یعنی اون رشدی که تو با بیرون رفتن از خونه پیدا میکنی شاید هیچ وقت با توتریال دیدن تو خونه پیدا نکنی. قطعا همینه. مثلا حالا من جلوتر میگم که چه جوری دارم اسکیلام رو آپدیت میکنم و روشون تمرکز کردم، ولی یکی از قسمت ها همینه که آدم های درستی جلوی مسیرت قرار بگیرن و این خود تویی که انتخاب میکنی چه آدمی جلوت قرار بگیره. میتونی مثلا توی مسیری بری که صرفا آدمایی باشن که برات پول بیارن، آدمایی باشن که واسات کمک کنن تجربت بیشتر بشه، آدمایی باشن که کمک کنن شکست بخوری. حتی من خیلی الان دنبال همچین آدماییم که یه کاری کنم من شکست بخورم، یه ایده بیا مثلا با هم دیگه پیاده سازی کنیم که شکست بخوریم. چون حالا بازم جلوتر اینو توضیح میدم چرا. چون مسابقه خیلی از من پرسیدن که خودت هم میدونی دیگه شکستات چیا بوده بیشتر از اون موفقیت. اگه تایم موفقیت دیگه دقیقه است مصاحبه، تو 10 دقیقه فرصت میدی راجع به شکستات صحبت کنی، میشینه پای حرفت که گوش بده. تا کجا گفتم؟ تا گفتی که اونجایی بود که در مورد سلامت بانوان بود و پروژه آره بزرگی بود. آره پروژه بزرگی بود. اونجا من هم تجربه وب رو کسب کردم، تجربه اینکه سایت بر پایه ASP.NET وب فرم بود سایتی که داشتیم می‌نوشتیم. مثل خیلی قدیمی سی شارپ و سی شارپ جدید هم خودش همه خیلی معتقدن که قدیمیه و دیگه اولد اسکول نباید توش کد. وای به حالی که اون ASP.NET وب فرم رو کسی ببینه، یعنی الان بچه‌ای که جدید دارن وارد دنیای تک میشن اصلا نمیدونن ASP.NET وب فرم چیه. شاید شنیده باشین اسمشو، ولی بازم چیز عجیبی رو باتن کلیک می‌کنی یه صفحه‌ای باز میشه، کد بیهایند داره، اصلا یه دنیای دارکی داره که راجعش صحبت نکنیم بهتره. این مسیر رو من داشتم میرفتم جلو و حالا یه سری اتفاق افتاد تو زندگی که اونو بذاریم کنار. من دلم خواست که برم سربازی، این درس و اینا رو ول کردم کاملا. یک پسر دیپلمه 18 ساله گفت میخوام برم سربازی و سربازی عادی نمیخوام برم، من میخوام مثل کسایی که ارشد دارن امریه بشم برم. بابا همه شروع کردن خندیدن، بابا برو درس تو بخون، تو با این مدرک نمیتونی امریه بشی، اصلا نمیتونی سربازی، میفرستنت لب مرز اذیتت میکنن. من حالا نگاه کنیم به عنوان برنامه‌نویسی جا میرم کار میکنم. یه روزی کاملا شانسی توی نظام وظیفه من با یه افسری دعوام میشه، منو میبرن توی اتاقی که آرومم کنن و اونجا شروع میکنم با هم صحبت کردن که آروم بشم و حالا قضیه تموم بشه. میگن چی کاره؟ میگم برنامه نویس. من میگم بیا برو مثلا فاوا صحبت کن و برنامه دنبال برنامه نویس میگرد. گفتم اوکی. منم صحبت کردم و اونجا همین راحتی شدم جو سرباز نظام وظیفه، سازمان وظیفه عمومی ناجا. آره خیلی به همین راحتی سربازی من اوکی شد. همه که مسخره می‌کردن آقا من دارم مینوسبا خدمت میکنم. توی جای خیلی آروم، توی طبقه خیلی آروم، صبح ساعت 7 میرم، ساعت 12 هم برمیگردم. کارم چیه؟ کد میزنم. من نصفشو نمیزنم، نصف دیگه‌شو میزنم. به همین راحتی سربازی ما گذشت. یعنی میخواستم، یعنی میخواستم به این برسم که من خودم میخواستم که پیگیر با اون بودی دیگه. شرایط، آره عجیب. با اون شرایطی که آره اون شرایطی که داشتم رو میخواستم خودم بهترش کنم. نمیخواستم برم دنبال پارتی بگردم، دنبال یه راه حلی بگردم که خودم نباشم. من خودم میخواستم که برم سربازیم رو درست کنم بر اساس چیزی که دارم، نه با چیزهای دیگه. و خب به نظرم خیلی اتفاق شانسی بود ولی خیلی خوب افتاد، چون من داشتم با جاهای دیگه هم صحبت میکردم ولی این راحت ترینش بود دیگه. همونجا گفتم بیا برو کاراتو انجام بدیم، برو بیمارستان امام سجاد تستات هم بده، مثلا فردا برو آموزشی. به همین راحتی من قرار بود 6 ماه بعد اعزام بشم، یه هفته بعدش اعزام شدم. خیلی خوشحال‌تر شدم که قرار سربازی زودتر برم، زودتر تموم بشه جالبه. دیگه. آره بعدش اومدم بیرون از سربازی، دنبال کار گشتم، شروع کردم کار کردم. اون میگذریم دوباره اولین شرکت اکوسیستم استارتاپی ایران شدم، تپسل. خب تپسل به نسبت همه باش آشنا و خب تپسل اینجوری بود که از چند تا شرکت مستقل ساخته شده بود. من اسمش می‌ذاریم پگاه داده شریف، با زیر مجموعه‌اش مثل سلام سینما، بیپ تونز، تپسل، مدیا اد، متریکس و اینجور سایت، شرکتایی که زیر مجموعه کار می‌کنن. چون کل این سایت‌ها کار می‌کردم و هی داشتم مطالعه می‌کردم روی این که من تکم رو باید قوی‌تر کنم، باید اینجا یه کاری بکنم که کار تک بیسی باشه.
اون موقع بحث اتوماسیون خیلی داغ شده بود، یعنی آدما همه داشتن در مورد اتوماسیون صحبت می‌کردن، ولی من دنبال اتوماسیون نبودم. دنبال این بودم که یه چیزی درست کنم که کنار دستم باشه، بتونم حالت جنریکی بهش بدم که هر جایی رفتم شکل اون سازمان رو بگیره و در لحظه بتونم ازش استفاده بکنم و جلو بیفتم. چه فکر کردم روی اینکه چه ابزاری میتونم واسه خودم بسازم، چی کار کنم، تکه باشه، سئو باشه، من راحت تر بشم، کمتر کار کنم، خروجی بهتری بدم. بذار برم شروع کنم یه داشبوردی کار کردن که این داشبورد شامل چند تا چیز مختلفه، کارهای روتین من که مثلا میشه کیورد ریسرچ و کیورد کلاسترینگ و هلس چک و اینجور چیزا، تا سیستم ریپورتینگ که من میتونم ریپورت کنم، آنالیز کنم، کامپتیتورمو ببینم چه خبره، چه کاری داره انجام میده. و رفتم تو دلش چند تا نسخه اولیه زدم و هی رفتم جلوتر. اینکه تو این مسیر شرکتمو عوض کردم، اومدم توی اسنپ فود. تو اسنپ فود سری کارا انجام دادیم، کار جالبی بود، بیشتر تو حوزه کانتنت بود، زیاد سمت تک نبود، ولی یه مایگریشنی داشتیم، اون مایگریشن هم خیلی جذاب بود. تا اینکه من جوین شدم به دیجیکالا گروپ، پیندو و بعدش خود دیجیکالا دات کام. توی پیندو که به عنوان SEO منیجر داشتم کار می‌کردم، خب جایی بود که دیگه باجت آن لیمیتده، تو میتونی هر کاری دلت میخواد بکنی، وارد رقابت بشی و رقیبات خود دیجیکالاس، دیوار سایت‌های بزرگیه توی ایران که تو باید باشون رقابت بکنی. یک سایتی که هیچی نداره، کلا صفر، یورل استراکچر صفر، یه سری محدودیت سر سی تو سی مارکت پلیس بودنش داره. تو باید میومدی مثلا پروداکتش هم خیلی چیز بود، بیسیک بود، یعنی انگار وب اپی بود صرفا که مثلا خیلی مشکلات داشت. اصلا یادم من دیدم این لانچ شده، اینجوری دیجیکالا داره چی کار میکنه، قراره این بشه یه اپی توی دیجیکالا، یعنی انقدر وب نیست که مثلا اینجوری بودم که این احتمالاً قراره یه اپی بشه داخل دیجیکالا، یا خیلی دارن MVP میارنش بالا، آروم آروم مثلا توسعهش میدن. آره کاملا MVP بودش، خیلی عجیب غریبی بود. آره ولی اومد جلوتر درست شد پیندو، یعنی اومدیم ریستراکچرش کردیم، اون ماهیت سی تو سی مارکت پلیس رو گول زدیم، پیچوندیمش، اون استراکچری که می‌خواستیم رو پیاده کردیم، صفحات PHP که می‌خواستیم اتومات جنریت کردیم. اینا همش حالا از اون نگاه تکنیکالی بود که خیلی دوست دارم تو این سشن با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. اون نگاه تکنیکالا این کارو کرد واسه من، نه علی، نه تجربه که قبلا جمع کرده بود. بعد داشتم رو همینجور رو ابزارم هم همزمان داشتم کار میکردم، تا اینکه یه روزی من تصمیم گرفتم از پیندو سویچ کنم روی کور دیجیکالا و خود دیجیکالا دات کام. و این ایده ابزار من امروز بود که به درد من میخورد توی دیجیکالا. علی تو یه ابزاری داری اینجا، آن لیمیتد دیتا وجود داره، بیا اینو کاملش کن و یه چیزی بذار توی دیجیکالا که آدم‌ها بعد از تو هم استفاده کنن و بعدش هم مثلا اوپن سورس. من خیلی دوست دارم چیزی که کاری که انجام میدم اوپن سورسش کنم. بعد کامل که شد اوپن سورسش کنم. من با دیجیکالا صحبت کردم و اونا اوکی و دادن که الان مثلا ما استیک مثلا 6 7 ساله دارم توسعهش میدم، میخوام اینجا هم ادامهش بدم، شما هم استفاده کنین و بعدش اوپن سورس میکنم. حالا یه سری کاستومایزیشن ها روی نسخه دیجیکالایش انجام میدم که مخصوص دیجیکالاست و هیچ کس نمیتونه خیلی سارا حدس بزنه. یه سری فیچرها رو آف میکنم که سیکرت هم اصلا هیچ جا راجعش صحبت نکردم که چه ابزارها و فیچرهایی بودن. ولی سیستم تموم شد، سیستم اومد بالا، یک سیستم کاملی شد که ریپورت میده، مانیتور میکنه، کامپیوترها رو در میاره، کیورد ریسرچ میکنه، کیورد رو کلستر میکنه، سیمیلاریتی در میاره از روی کیوردها، ارزم به خدمت کیوردها دسته بندی که کرد بر اساس سیمیلاریتیشون میاد به شما یه سری فاکتورهای دیگه مثل سرچ والیوم و اینجور چیزا رو میسنجه. یه خروجی خیلی خوب سئویی بهت میده، مخصوصا تو لایه مدیریتی که تو تصمیم بگیری چه از پرفورمنس، چه از اس ای او، چه از سی لول مارکتینگ، که رو کدوم ورتیکالت، رو کدوم کلماتت، رو کدوم کتت وارد کار کردن جدی بشی و دید میده که کامپتیتورات دارن چی کار میکنن، باشون تو چه وضعیتی، چقدر دراپ داشتن. یه ابزار اسیو زدی دیگه، یعنی مثلا یه چیزی مثل آره فرض آره. یه سری ابزارهای اسیو هستن تو بازار، یه تیم یک دو سه نفره پشتشونه بعضن، مثل پرسون سایت گروپ که یه ابزاری مثلا ارزون هم هست، بعد میاد سه چیزا رو مثلا اتومات میکنه برای تو، ریپورتینگ ها و دقیقاً. بعد هیستوریکال دیتا هیستوریکال نگه داشته میشه، ارزم به خدمت. میتونی ذخیره کنی دیتا تو بیشتر از 16 ماه میتونی ذخیره کنی دیتا دیگه، فوراور هستش.
کاست سنگینی شبیه بیت کوین. نه بیت کوین روز اول که تو دیجیکالا میاری بالا مثلا میبینی فری داره میره جلو، مثلا یهو مثلا میشه روزی $100 $200 $500 میره همینجوری بالاتر، یه عدد ترسناک و وحشتناکی میشه در نهایت. خب این ابزار خیلی کاست کمی داشت، مخصوصا تو بحث کامپیوتر آنالیسیس که شما اگه بخوای مثلا یه ابزار یا یه API رو بخوای بگیری واسه اینکه رنگ رو در بیاری، یا مثلا خود نایت واچ اگه بخوای داشته باشی، نایت واچ توی اسکیل دیجیکالا فکر میکنم ما قیمت گرفتیم 10-15 هزار دلار ماهیانه کاست داشت واسه دیجیکالا، شدن بیشتر دقیق یادم نیست، ولی اینجوری بود که ما این ابزار داشتیم با 300-400 دلار ماهیانه جمع میکردیم، همه این کارا رو واسمون میکرد. یه چیزی بین Ahrefs بود، سمراش بود، این چیزایی که بهت گفتم بود، چیزایی که تو گفتی بود، و خب همش هم تو دیتابیس خودمون بود، یعنی بیگ دیتای خودمون بود، داشتیم هر زمان هر بلایی می‌خواستیم سرش بیاریم باز هم میتونستیم سرش بیاریم. اینجا یه نکته خیلی جالبی داره که من برام خیلی نکته مهمیه، اونم این بود که من توی دیجیکالا اون چیزی که نوشته بودم رو گذاشتم کنار، یک بار دیگه از اول از تکنولوژی هایی که بلد نیستم باهاشون کار بکنم، آرکیتکت هایی که اصلا نمیدونم چیان، فقط شنیدم راجبشون، مدل تست نویسی که تا حالا ننوشتم، پایپلاین های دیپلویمنت مثل CI/CD هایی که وجود داره، تست های اتوماتیک که وجود داره، اینا خیلی تکی دارم صحبت میکنم، شاید خیلی از آدما اصلا هیچ وقت به این نیاز نداشته باشن، ولی قطعا شنیدین دیگه CI/CD اینجور چیزا رو. دیوابس کاملا پیچیده، دیتابیس های کاملا پیچیده، یعنی اسکیل یک بیزینس بسیار بزرگ، نه صرفا در حد یک ابزار. من حتی نمیدونستم اینا چیه. اومدم نشستم این رو پیاده کردم و تحقیق میکردم، کد میزدم که در نهایت شد یک خروجی بسیار بسیار قوی که هم ابزار خیلی اجاف تکنولوژی اون چیزهایی که داخلش استفاده شده و هم من نالجم آپدیت شد و تونستم با اون ابزارها آشنا بشم، با اون مدل ها آشنا بشم، با اون زبان برنامه نویسی آشنا بشم که بتونم در آینده ازش استفاده کنم، ترسم ریخته بشه. خب وقتی دیجیکالا داشتیم صحبت میکنیم با بچهای تک، من دوستام خیلی تکی بودم به دیجیکالا، بودم که چه جوری اصلا یه نفره نشستیم، چرا یه نفره نشستیم، اصلا بیا پروژهش کنیم بیاریمش تو تک دیجیکالا، پروداکت منیجر بشینه پاش، تیم بشینه پاش که اینا اسکیلش کنیم، گزارشای خوبی بگیریم. اصلا پروژه که وقتی من اومدم بیرون رفت تو تیم بیگ دیتا و تیم تک دیجیکالا، چون دیتاش خیلی زیاد شده بود، نگهداریش واسه آدم هایی که تکی نیستن سخت و پیچیده بود. خلاصه اینکه فکر می‌کنم بزرگترین دستاوردم همین چیز باشه، همین دستاوردم بیشترینش همین یادگیری خودت وقتی رو همچین پروژه‌ای کار می‌کنی. قطعاً یادگیریه برای من چیزی بود که تو آینده با هم هستش، ممکنه ابزار دیگه خیلی ابزارهای بهتری بیاد، ممکنه هیچ وقت دیگه باهاش کار نکنم، ممکنه مثلا کانتکست کاریم رو سویچ بکنم و برم سراغ یه زمینه دیگه‌ای که بخوام توش کار کنم، مثلا ممکنه کلا از این اکوسیستم بخوام بیام بیرون و برم سراغ یه مغازه سوپرمارکتی بزنم، یه جا بشینم برای خودم کار کنم، ولی یک دانشی به من داده که شاید حداقل تا 10-15 سال آینده این دانش آپدیت بمونه، چون دید بهم داده، اصلا میگم زبون برنامه نویسی و چیز نداده، یک ساختار به من داده، یک نگاه به من داده که این برای من ارزشمنده. ببین اصلا این چیزی که من خیلی تو حرفات میشنوم و خودم تجربهش کردم و سعی میکنم به آدمای دیگه هم بدم معمولا، اینه که تو وقتی یه جایی هستی کاری که ازت میخوان رو صرفا نباید انجام بدی، باید ببین من میخوام چی کار کنم و من چجوری میتونم این قضیه رو بهتر کنم و مثلا یه دید کنجکاوی باید داشته باش که من چجوری میتونم یه کار متفاوتی بکنم، چجوری میتونم اینو از نقطه A ببرم به نقطه B. خب این به نظرم و A به B باید یه جامپ مثلا چند برابر بهتر شدنی باشه، وگرنه تفاوتش میشه تفاوت بین بهبود و تحول. من اینجوری میبینمش، یعنی تو یه وقت داری یه کاری میکنی میگی سالی 20% بهبودش میدم، اوکی دمت گرم، it's your job، کار خاصی نکردی. خب ولی یه وقت میگی من میخوام یه کاری بکنم 6 ماه دیگه 10 برابر شه، این میشه تحول. ممکنه بعد این تحول خیلی دردناک باشه، ممکنه 7 سال باید روی یه پروژه‌ای کار بکنی، ولی تحول تو رو هم عوض میکنه، یعنی وقتی تو کارت یه کاری میکنی خودت هم متحول میشی و این به نظرم یکی از حدهای رشد فردی و کریریه توی مسیر شغلیت بخوای به اصطلاح رشد بکنی. دقیقاً همینطوره. میگم من این پروژه خودش چندین بار شکست خورد، فیل شد، زبون برنامه‌نویسیش عوض شد، تکنولوژیاش عوض شدن، ولی در نهایت اونی شد که کمک کرد من باهاش برم توی شرکت بزرگتر و بهتر کار بکنم.
این کارهایی که من کردم، یعنی نمیخوام بگم خیلی کار واو یا کار خاصی بوده، صرفا رفتم چیزهایی رو پیدا کردم که نمیدونستم وجود دارن، حتی یا ازشون میترسیدم. برای من خیلی جذابه چیزهایی که نمیدونم رو برم تو دلشون و بخوام یاد بگیرم. کمک میکنه که من آپدیت بمونم و بتونم یه تفاوتی تو خودم نسبت به خودم، نسبت به روزهای گذشتم به وجود بیارم. یکی از چیزهایی که من حس میکنم مارکت ایران نیاز داره آدمای متفاوته. یعنی اگه مثلا تو پوزیشن سئو نشستی، خب همه دارن کار روتینه رو انجام میدن تو روز. یعنی من میدونم باید متا دیسکریپشن آپدیت بکنم، بکلینک بگیرم یا خیلی کارهای دیگه انجام بدم، ولی من مطمئنم که تو نمیدونی باید، منظور از تو نوعیه ها یا من نوعی، نمیدونم که باید TLS هندشیک یا مثلا SSL هندشیک هم رو کشف بکنم، مثلا ساختارش چیه، چه جوریه، چه اتفاقی میفته. خب این میشه نقطه تفاوت من، نقطه تفاوت تو که اینو میدونی با اونی که نمیدونه. خیلی ها نمیدونن این قضیه رو و این نیازمند اینه که تو بری سراغ محتواهایی که شاید با کانتکست چیزی که داری کار میکنی فرق میکنه. من همیشه این SSL هندشیک رو میگم، آقا خیلی از آدما نمیدونن این میشه چجوری کشش کرد، پس تو برو دنبالش. خب صرفا به عنوان یه هینت دارم میدم بهت، نه اینکه برو این قضیه رو یاد بگیر. شاید این قضیه روی HTTP آره HTTP تیری اکسپایر شده باشه، نتونی این کارو انجام بدی، ولی یه چیزی که تو نمیدونی برو اصلا بخون ببین چیه، به دردت میخوره یا نه. خیلی از موارد دیگه ای که وجود داره، برو رو IPv6 مثلا کار کن. من اینو هی دارم میگم چرا بهتره، برو دلیلش رو پیدا کن، برو ساختار HTTP رو بدون. اینا هیچ ربطی به سئو نداره. اینم یکم ولی چیزه ها، یعنی حوزه گری به اصطلاح هستش، یعنی یه چیزیه که خارج از SEO یه جورایی و هر کسی نمیره دنبالش، به قول تو آدمای متفاوت میرن دنبالش. خب اینجا به نظرم نیازمندیش اینه که تو یه علاقه و اشتیاق عجیبی به اون تاپیک و یک کنجکاوی ذاتی عجیب غریبی برای کشف چیزهای جدید داشته باشی. خب که این بین آدمایی که به اصطلاح رشد میکنن تو مسیر شغلیشون ویژگی‌های متداولیه احتمالاً اگه بری تحقیق کنی. خب یعنی از همه نمیشه مثلا تو اگه یه بیزینسی داری کار میکنی که یه سایت وردپرسه و مثلا کارت اینه که روزی 100 تا محصول، مثلا ماهی 100 تا محصولی که تو این بیزنس هست رو آپتیمایز بکنی و واقعا بیزنس پتانسیل نداره یه جای بیشتر رشد کنه، باید بپذیری. خب نیازت هم نیست این چیزا رو به احتمالاً یاد بگیری. یعنی مثلا فوقش یه مسئله‌ای توی نتورک بخوری میری علیو میاری ازش 2 ساعت مشاوره میگیری، حل میشه میره. خب شاید مثلا تو اون بیزینس اصلا نیاز اون آدمه نباشه، ولی اون یه آدمی که میخواد اون رشد رو بکنه این کنجکاوی رو میکنه. ولی یه چیزی که میبینم یه سریا مثل تو انقدر کنجکاون، مثلا چیزایی که تو داری میگی خیلی برای تو طبیعیه و خیلی راحته، ولی مثلا اینکه تو بری سربازی رو با یکی حرف بزنی ردیفش کنی خیلی کار سختیه. خب مثلا آدما نمیدونن چجوری اینو شروعش بکنن. یکم هم شانس دخیله به نظرم تو این مسیره. خب جاهای درستی قرار بگیری. یکم به نظرم بخوایم پرکتیکال تر بهش نگاه بکنیم، بخوایم یه مثلا کریر تیپ بدیم به آدما، اینجوری میتونی کریر تو رشد بدی. always on discovery باشی. یعنی مثلا تو علاوه بر اینکه داری کارتو میکنی و یادگیری تخصصی رو فیلد خودت داری، سعی کن دیسکاوری این ور اون ورم داشته باشی، ببینی چه اتفاقایی داره میفته. مثلا یه راهش اینه که تو یه گولی داری، یه هدفی داری، مثلا میگی من میخوام چه میدونم الان SEO اسپشیالیستم، میخوام فرض کن SEO پروداکت منیجر شم، یه رولیه که تو ایران اخیراً اومده، 2 تا شرکت دارن. خب برو یکی که این کارو کرده پیدا کن، مثلا تو ADP لیست پیداش کن، باش جلسه منتورینگ ست کن، اون بهت بگه بری چی یاد بگیری. مثلا حالا اگه اون کنجکاوی رو نداری، اون جرأت رو نداری بری بپری تو دل یه قضیه مثل علی دلیر، مثلا میتونی اینجوریه که کمک بگیری، یکی کمکت کنه اون مسیر یادگیری رو به اصطلاح بری جلو. یا اینکه برو مثلا ایونت ها و نمیدونم دوره همیایی که مثلا برنامه‌نویسا دارن شرکت کن، 4 تا چیز اونا بشنو، برو ایونت های مارکتینگ شرکت. یا اصلا تو شرکتی که هستی اگه فضاش وجود داره برو بشین تو میتینگ های آدمایی که به تو ربطی ندارن. مثلا برو به CTO شرکت بگو میشه من بیام بشینم مثلا پفکمو بخورم تو جلسه شما گوش کنم ببینید دارین چی میگین. اونم احتمالاً استقبال میکنه، اگه معمولا استقبال میکنن، آدم‌ها حمایت میکنن. نه اینو می‌خواستم یکی از حرفات موافقم، واسش مخالفم واقعا علی. ببین اینکه تو شانس خوبی داشته باشی یا یه اتفاقی شانسی واسط بیفته، خب نیست، طبیعیه. احتمالاً تو هر مسیری به احتمال داره یه سری اتفاقات به صورت شانسی واسط رقم بخوره، ولی این تو هستی که می‌خوای. یعنی تو قراره که متفاوت نباشی با بقیه، همون مسیری که داری میری رو همیشه باید
بری و در نهایت یک پلیری خواهی بود بین مثلا 100 تا پلیری که تو اون مثلا مسیر وجود داره یا 1000 تا ایکس تا پلیر وجود داره. ولی اگه تو تاپ تری میتونی قرار بگیری، برای اینکه تاپ تری باشی تو باید متفاوت باشی. برای اینکه مسی، رونالدو و حالا یکی مثل نیمار باشی باید مثل اونا باشی. از خیلی چیزا گذشتن، خیلی کارا کردن و تو مسیرشون شانس هم باشون یار بوده. دقیقاً قطعا تو هر جایی که هستی داری از بابت یه سری شانس میاری. پس تو باید بخوای که تو اونجا باشی که اون شانس رو بیاری. اگه من رفتم سر مسئولیت با خودته. خب مسئولیت این که یه کاریو بکنی قطعا با توه. خب ممکنه مثلا 20 آدم یه مسیری رو برن، 15 تاشون موفق شن، 5 تاشون نشن، اونجا شانسه. ولی اون 20 آدمی که این مسیر رو رفتن و تلاش کردن قطعا دوباره تلاش میکنن و 3 باره تلاش میکنن و این شانسه براشون اتفاق میفته. یعنی آدمای خوش شانس معمولا آدمایی هستن که جستجوگرن، کارهای جرأت دارن، کارهای جدید میکنن و شانس اتفاق میفته. اینجوریه تو خونت بشینی مثلا شانس فردا اتفاق بیفته. من کاملا با این موافقم. حالا تو داستان خودم من شانس رو خیلی قوی میدونم، حالا این فرصت شد برات میگم چجوریه دوست دارم بشنم آره چی شده. ولی من یه نفری آدم بزرگی بود، من باهاش صحبت میکردم، سن بالا بود و خب آدمی بود که به پول رسیده بود، به جایگاه رسیده بود. این آخر چیزی که بخوایم حساب کنیم ما هممون داریم واسه یک هدف تلاش میکنیم، یک جایگاه اجتماعی، احتمالاً خیلی آدمو دوستش دارن و خب این جایگاه اجتماعی در کنارش پول هستش، چیزی که ما هممون اکثرا دنبال این قضیه ایم. یعنی کسی میگه نیستم دنبال پول و جایگاه، به نظرم هدفش رو اشتباه انتخاب کرده. میشه دادن دنبال این دوتا نباشه. ما داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم به اینا برسیم. این آدم خیلی حرف خوبی به من زد. حالا شاید کلمه اشتباهی رو استفاده کرده بود، من سعی میکنم اصلاحش کنم و بگم. ولی من میگفت کنجکاو باش، اون میگفت فضول باشه، اون به من میگفت فضول باشه، یعنی سعی کن فضولی کنی تو چیزهایی که نمیدونی. ولی من دارم میگم کنجکاو باش توی چیزهایی که نمیدونی، تو چیزهایی که شاید یه سرنخ خیلی کوچیک ازشون میدونی، چیزی که یه بار شنیدی و شاید یک روزی به دردت بخوره توی اون حوزه کاریت مخصوصا. برو دنبال این جور مسائل. یه تفکر استیو جابزی هم هست. یعنی استیو جابز هم خیلی به این مسئله میپردازه که مثلا میگه من کلاس خطاطی رفتم، بعدن باعث شد فونتو بیارم توی مک مثلا قشنگ کنم. یعنی هیچ ربطی به تک نداشته اون موقع براش، ولی یه دید هنری آورد وارد صنعت کامپیوتر کرد که عوض کرد مثلا همه چی رو. دقیقاً این کنجکاویه بود، مولتی به اصطلاح دیسیپلین نالج داشتن خیلی خوبه به نظرم و تو ای آی که داریم میریم مهمتر میشه، چون کار اسپشیالیست رو دیگه کم کم ای آی داره از اسپشیالیست بهتر میکنه و کاری که نمیتونه بکنه کانکت کردن این نقطه ها و حل مسئله است. دقیقاً با موافقم و همین دیگه. اگه تو بتونی بری کنجکاوی به خرج بدی، اون مسائل رو پیدا کنی، دیگه همونی که میخوای که میشی، همونی که میخوای بشی تبدیل میشی و میرسی به اون جایگاهی که خودت دوست داری. حالا هر هدفی که داری توی زندگی، توی مخصوص زندگی کاری، بهش میرسی. مثلا چیز سختی نیستش. دقیقاً. یعنی یه بار یکی من حرفی زد تو علی بابا که کار میکردم، علی بابا ایران، گفتش که نشسته بودیم سر ناهار داشتیم حرف میزدیم، برگشت گفت تو بگو سخت‌ترین فیلد کاری چیه؟ مثلا دانشمند هسته‌ای. احتمالاً تو با 6 ماه مطالعه مداوم میتونی یاد بگیری به عنوان یه اسپشیالیست جونیور یا یه ترینی مثلا بری اون کار رو انجام بدی. من خیلی باهاش موافقم. یعنی با آدما حرف میزنم میگن من دانشگاه نرفتم، این کارو نکردم فلان، من همیشه میگم اینو یه بار یک من من خیره، من احتمالاً میدونم میتونم 6 ماه بشینم مثلا دانش هسته‌ای بخونم، بعد برم بشینم ترینی مثلا یه سایت هسته‌ای کار کنم. مطمئنم میتونم این کارو بکنم، نیازی نیست همه میتونن، واقعا همه میتونن. من خودم تجربه کردم روز با ساز. واقعا من وقتی ساز اولین بار خریدم همه میگفتن برو کلاس یاد بگیر، من خودم میخوام یاد بگیرم و نشستم تو 6 ماه یادش گرفتم. 2 تا آهنگ حالا درنگ درنگ میکرد صدای ساز، ولی یه آهنگی داشت میزد و باید هر تلاش کاری رو بخوای. آره مثلا 16 ساعت بشین روزی تلاش کن، 16 ساعت ضبط داره نمیدونم 6 ماه، قطعا ساعتش اندازه 4 سال دانشگاه یه آدمی میشه که میره میاد اون وسط مثلا 4 تا معارف هم پاس میکنه. یعنی احتمالاً میشه اون کارو کرد. حالا بحث دانشگاه شد، یه چیز جالبی که تو کریر تو هستش بازگشتت به دانشگاه، بازگشت قدرتمندت به دانشگاه که از کارت رفتی شریف درس خوندی. داستان اون ببین دانشگاه خیلی مسیر عجیبی بود. من اول نمیخواستم درس بخونم، هی فکر کردم مسیر رو دارم اشتباه میرم، درس چیه بدش کن بابا، داریم کار میکنیم، داریم خوش میگذره، خب داریم یاد میگیریم. من بیشتر از استاد دانشگاه الان بلدم که کد بزنم، اون کسی که قرار به من درس بده اصلا یه نگاه این شکلی داشتم به قضیه، میخوام چیکار دیگه، خودم میدونم باید چیکار کنم.
ولی دانشگاه یه چیز خیلی بزرگی واسه آدم. من اگه منتوری داشتم در کودکی که این تجربیات الان من رو میتونست به هم بگه، قطعا به حرفش گوش میکردم و میرفتم تلاش میکردم برای اینکه کارشناسی شریف درس بخونم، برای اینکه در کنار کار برم درس خوب بخونم. وقتی مهندس باشی میتونی به مسائل خیلی عمیق‌تر نگاه بکنی. حالا این مهندسی که دانشگاه آزاد میاد بیرون با مهندسی که دانشگاه شریف میاد بیرون خیلی فرق داره. من به عنوان کسی که حالا ارشد دارم شریف میخونم، کارشناسی آزاد خوندم، فکر میکنم میتونم به هر دو طرف یه چیزی بگم، چون خودم هم جزو هر دو گروه هستم. دانشگاه آزاد، آره، دانشگاه آزاد این شکلیه که خب تو میری صرفا یه مدرکی بگیری، یا یه آدم خیلی باهوشی هستی که اصلا به اون دانشگاه نیاز نداری، مسیرت رو پیدا میکنی، میری اون چیزی که باید یاد بگیری و یاد میگیری، دنبال میکنی، یا اینکه کلا فقط مدرک رو میخوای. اکثر ما پسرا هم واسه این میریم که سربازی رو بپیچونیم، یه ذره تأخیر بدیم، شاید شد مهاجرت کردم، شاید شد فلان شد، و خب به کارمون میاد اینجوری. یه سری هم هستن که هدفمنده، اونو فرق نمیکنه شریف باشن، آزاد باشن، تو خونه باشن، میخونن، کاری که باید بکنن رو انجام. ولی بودن تو جوش یه دانشگاهی مثل شریف، مثل تهران، مثل امیرکبیر و این دانشگاهی خوب کشور به شما چند تا چیز خیلی مهم میده. یک، ارتباطات خوبی بهتون میده. دو، یک خب بچه‌ای که دارن تو شریف مثلا درس می‌خونن اکثرا آدمایی که آدمای هدفمندی که دارن، مخصوصا تو کارشناسی، آدمایی که گیکن، دنبال یه سری چیزای جدید میگردن، اجاف تکنولوژی با هم دیگه بحث میکنن، اجاف تکنولوژی کار میکنن، اجاف تکنولوژی درس میرن دنبال محتواهای آموزشی و چیزایی که وجود داره. مثلا اون زمان من یادمه مثلا من کارشناسی داشتم، ویژوال بیسیک میخوندم تو دانشگاه آزاد، دوست ویژوال بیسیک من داشتم میخوندم توی دانشگاه آزاد، توی بچهای شریفشون در مورد گو و پایتون و اینجور چیزا صحبت میکردن. خیلی فرق جلوتر از آره خیلی فرق داره اصلا تو بدونی گولنگ چیه و بتونی روش کار بکنی. واسه همین یه مسئله دیگه هم هست، به شما یک دید مهندسی کامل میده. مثلا بچه‌ای که دارن کامپیوتر میخونن، اونایی که شریف نخوندن میدونن که یه دوره‌ای هست آیه استاد شریفی زارچی توی دانشگاه شریف ضبط کرده در مورد دیتا استراکچر و الگوریتم و اینجور چیزاست. شما این وقتی ببینی متوجه میشی و دانشگاه آزاد درس خونده باشی چقدر تفاوت بین اون محتوایی که یاد گرفتی و اون محتوایی که این استاد توی دانشگاه داره به شما میگه و چقدر سرنخ داره بهت میده که تو بری اون دید مهندسی رو کامل‌تر کنی. منم زمانی که کارشناسی درس خوندم، خب بعدش دیدم دوستایی که من داشتم، اونایی که تونستن دانشگاه خوب درس بخونن، خب الان دیده بازتری نسبت به من دارن. همین که دوستاشون اون شکل دید دارن، اون شکل دنبال محتوان. خب من دوستایی داشتم که صرفا می‌خواستن مدرک بگیرن، می‌خواستن از ایران برن، می‌خواستن یه کاسبی تو بازار راه بندازن و اصلا همفاز با من نبودن، صرفا دوست بودیم، یعنی همکاری نمیتونستیم با هم بکنیم. ولی اونا بچه‌ای که مثلا نرم افزار شریف خونده، کامپیوتر شریف خونده بودن، شکلی بودن که مثلا بریم فلان استارتاپ رو مثلا شروع کنیم راه انداختن، رو تکش کار بکنیم، تک اجاف تکنولوژی باشه. خب من اینو دوست داشتم، دوست داشتم این شکلی باشم. مثلا میگفتم بریم ارشد رو اونجا بخونیم، شاید دوستای این شکلی پیدا کنیم. رفتیم نه دیگه، من کارشناسی بودن رفتن اینجا فقط باید درس بخونیم. یاد کردن دیگه تموم شد. آره اونا هم رفتن. بچه‌ام که موندن فقط تو درسن، گیکایی که نمیخوان وارد کار بشن، میخوان درس بخونن برن دکترا و بعدش میگه مسیر دیگه ای ببرن جلو. آره از این ور مونده از اون ور رونده شدیم یه جورایی. ولی اگه برگردم به قدیم حتما کارشناسی رو توی دانشگاه خوب با رشته خوب دنبالش میرم میگردم. با اینکه آدم‌هایی هستن، حالا قبلا هم راجعش صحبت کردیم، توی همین چنل تو هم هستش، بچه‌ها احتمالاً ویدیوشو دیدن، علیرضا اصمیخانی، کسایی که من خیلی قبولش دارم، کارش خیلی درسته، دانشگاه نرفته، میدونسته باید چی کار بکنه، میدونسته باید چی بخونه، یعنی اندازه همون چیزی که تو گفتی 6 ماه روزی 16 ساعت رو چه خونده، یه گیک واقعی و علمش به حدی کامل شده که از دانشگاه خیلی سرتره. اگه دقیقاً میتونی خواستم آره اینو بگم. علیرضا اصمیخانی باشی. دقیقاً یعنی گفتگو دقیقاً ما متفاوتش هم تو همه کانال داریم. بریم ویدیو با علیرضا اصمیخانی رو ببینید، اونجا من و علیرضا اصمیخانی مثلا میکوبیم بچهای شریف داغونن بابا این حرفا چیه، درس درد نمیخوره و فلان.
اینور با علی دلیل قضیه کاملا متفاوته. خوبه دیگه، حالا دیتای دو طرف هست، شما میتونید ببینید و خودتون تصمیم بگیرید میخواین چیکار یه کنید. مشکلی وجود داره ها علی بین دانشگاه رفتن من، دانشگاه رفتن بقیه و آدم‌های شبیه به من. ببین من میدونم روزی که تصمیم گرفتم برم دانشگاه یک رشته مشخصی داشتم. من کامپیوتر میخونم هر جایی. آفرین، حالا اون خیلی موقع مهمه. هر جایی بودم. اون موقع هر جایی بودم. برام مهم نبود کجا. حالا اگه الان بود بودم شریف، تهران یا یه دانشگاه صنعتی خوب، شیراز، اصفهان. یه اتفاقی که من خیلی بین دوستای خودم دیدم، می اومدن نزدیکترین دانشگاهی که دوست داشتم و قبول میشم به خونهشون نزدیک بود و انتخاب میکنن. اون رشته براشون اهمیت نداره. مثلا طرف داره مدیریت بازرگانی میخونه، اصلا هیچ وقت نمیخواد سراغ ام بی ای بره، مثلا نمیدونه ام بی ای چی، اصلا به چه دردی میخوره. واسه همین اگه میدونی میخوای چی کار کنی، رشتت رو مشخص کن، دنبال اون رشته بگرد و خودت توش دیپ شو. حالا چه دانشگاه شریف، چه دانشگاه آزاد، چه هر جای دیگه، چه اصلا تو خونه. مهم نیست که کجا داری درس میخونی، مهم اینه که چی میدونی چی میخوای بخونی. اگه آره من الان میخوام مهندس نرم افزار باشم، میخوام برنامه نویس باشم، حالا دیولپر باشم، پس من باید کامپیوتر بخونم که خیلی از مسائل رو بدونم، نخوام درگیرش بشم، نخوام برم تو مصاحبه آرد بشم، نخوام اذیت بشم توی مسیر یادگیری. من مثلا یه برم من ریاضی میبینم بخونم. جان یه بخش میون حرفه، یه تفاوتی که دارم میبینم دقیقا همینه. یعنی الان من مثلا هلند زندگی میکنم، اینجا آدما بعد تحصیل نمیرن دانشگاه. خب یعنی یه تفاوت خیلی بزرگی که داره. ما تو ایران یه فلویه میریم، اوکی مدرسه تموم شد، کنکور دانشگاه تموم شد، چیکار کنیم؟ اگه سربازی داریم بریم ارشد، بعد مثلا بعدش می خب چیکار کنیم؟ دانشگاه به درد نمیخوره. خب مسئله اینه که مسئله دانشگاه نی، مسئله ما این و سیستمه. خب مثلا اینجا تو هلند خیلی متداوله که مدرسهشون که تموم میشه، حالا خود مدرسهشون هم که خیلی فرق داره بگذاریم، یعنی اصلا دنیای متفاوتیه، ولی مدرسهشون که تموم میشه معمولا یه سال بریک میگیرن، میگن ما داریم بریک میگیریم ببینیم میخوایم با زندگیمون چیکار کنیم. تو یه سال میرن کار داوطلبانه میکنن، تو مکدونالد کار میکنن، تو کافه کار میکنن، به اصطلاح دوره‌های آزاد میرن، ورکشاپ‌های حوزه‌های مختلف رو میرن، سفر تنهایی میکنن. مثلا مادر پدر بهشون پول میدن، میگن 3 ماه برو واسه خودت اروپا رو بگرد، که بره طرف کشف کنه خودشو، ببینه میخواد چیکار کنه. حالا برمیگرده باز میبینه میخواد بره دانشگاه، نه شاید تو همین سفر خودشناسی که بعد مدرسه پیدا کرده اصلا یک شغلی شروع کرد، مثلا رفت تو حوزه هنر، مثلا داره عکاسی طرف کار میکنه، 2 سال عکاسی کار میکنه، میگه اوکی من الان این فیلدو دوست دارم، میخوام مثلا برم عکاسی فرض کن کامرشیال فشن کار کنم. حالا میره نگاه میکنه کجا داره یه پروگرامی بهش میده که عکاسی کامرشیال فشن رو درجه 1 تو دنیا میتونه بهش ارائه کنه و نتورک خوبش هم بده. میگه اوکی مثلا برای عکاسی کامرشیال فشن من میخوام کار کنم، بهترین نتورک رو پاریس داره، پس میرم این پروگرام مثلا 2 ساله رو تو پاریس میخونم با این هدف و مثلا این کارو میکنم. خب با این سیستم میرن درس میخونن. خب فضا بازه، مثلا مقابل مقایسه با ایران سیستم خیلی تاثیرگذاره، کاری ندارم، سیستم منظورم مملکت و شرایط و این بله داستانا. بله. ولی یه همچین دیدگاهی دارن به قضیه و من آدم میشناسم که مثلا 24 سالشه، 3 بار دانشگاه انصراف داده و هنوز هیچ پروگرامی هنوز تموم نکرده. مثلا رفته پروگرامی شروع کرده، 6 ماه خونده، گفته این چیزی نیست که من میخوام، اومده بیرون، چون وقت ارزشش بیشتر از مدرکه و مدرکی ارزشی نداره میشه گفت. دقیقاً. و مثلا تو 6 7 تا کشور تا حالا زندگی کرده با این سنی که مثلا سن کمی که داره. خب این آدمه نیازی نداره سریع فیگر اوت کنه من کریرم چیه، پول از کجا قراره بیاد فلان. خیلی با روش چیزی که ما توش بزرگ شدیم خیلی فرق داره. خب ما نمیتونیم مثل اون اروپایی همینطوری احتمالاً اکثرمون زندگی بکنیم، ولی اون سیستم اتوپایلوت ایران هم به هر حال آدم باید یکم حواسش باشه چه جوری داره باش دیل میکنه دیگه. یعنی به تو نظرم ایران اگه این تا 30 سالگی تو مسیر رو پیدا نکنی، خونه نخواهی داشت، ماشین نخواهی داشت، دقیقاً آره هیچی نداری. ولی خب تو اروپا این شکلیه که دقیقاً تو اصلا مهم نیست، تو اصلا خونه داشتن نداشتن مهم نیستش واسه سرپناه رو همیشه خواهی داشت، حمایت دولت و کشورت رو هم داری سر این قضیه، فقط باید بخوای اون چیزی که خودت میخوای میشه و حالا میتونی بری رو کارت فکر کنی و کارا رو به بهترین شکل انجام بدی. ولی ایران نه، متاسفانه تو اگه تا 30 سالگی پیدا نکنی، اصلا جامعه به یه جوری نگاه میکنه که مثلا علی 30 سالش شده و هنوز کارش رو پیدا نکرده. خب کار علی با داره بیمه. آره من الان دنبال اینم که آقا مثلا مسیر پیدا کنم، مثلا شاید من تو 60 سالگی موفق بشم.
خونه داشتن رو ما موفقیت میدونیم اینجا. واقعا مثلا علی حاجی خیلی وضعش خوبه. چرا؟ خیلی مسیر درسته. چرا؟ خب علی خونه و ماشین داره. آره پول داره. آره واقعا همینه، خونه و ماشین داره. خونه و ماشین چیه؟ دقیقاً. علم علی رو بگو، مسیری که پیدا کرده رو بگو، کارآفرینی که کرده، جامعه‌ای که توش هست خیلی تاثیر. حالا بریم سر بحث کار تو علی بابای چین. بگو چی شد که داری این کارو تو علی بابای چین میکنی؟ چه جوری کارا رو پیدا کردی؟ فضاش چه جوریه؟ چه کارهایی دارین انجام میدین؟ یکم از اون جهان برامون بگو. الان برات تعریف میکنم. ببین من چند سالی بود که خیلی دوست داشتم برم ترندیول کار بکنم. یک فروشگاه ترندیول ترکیه. شبیه شبیه به دیجیکالای خودمون توی ترکیه است دیگه. خلاصه من چند سال تلاش میکردم رزومه با زبون ترکی، رزومه انگلیسی، یعنی هر جوری شماره ترکی بده. اصلا اینا میفهمیدم من ایرانیم؟ نه، چون ترکیه نیروی خارجی گرفتن حالا الان یه ماهی فکر کنم راحت تر شده، 2 ماهی راحت تر شده. یه قانون عجیب غریب چند برابری حقوق پایه مثلا فلان برای نیروی خارجی باید بدی و از اینجور چیزا داشتش که خیلی سخت قبول میکردن شرکت. تا اینکه من فهمیدم میتونم از در علی بابا وارد بشم. حالا همین پیگیری رو علی بابا گذاشتم که آقا من میخوام چیز کنم، من میخوام که هر جوری شده برم با هی پوزیشن‌های مختلف. یه روز سئو میفرستادم، یه روز فرانت اند انجینیر میفرستادم، یه روز بک اند دیولپر میفرستادم، تا اینکه پوزیشنی خورد به تور من، خیلی فیت من بود. یعنی اینجوری بود که ای وللی همون چیزی که میخوای و تلاش کن، یه رزومه خوب بذار، یه کاور لتر خوب بذار، همه چیزو کامل کن. کلی از AI کمک گرفتم، گفتم حالا من اینو میفرستم و باید بشه. شد. پوزیشن تکنیکال مارکتینگ انجینیر بود، سینیور تکنیکال مارکتینگ انجینیر البته، و خیلی فلوی جذاب مصاحبه داشت، خیلی پیچیده بود، سخت بود، خیلی حال داد بهم و اصلا نگاهم رو به همه چیز دوباره عوض کرد، نگاهم به زندگی عوض کرد. خیلی بچه حال داد به من. واسه تکنیکال مارکتینگ انجینیر فرستادم، رفتم تو دلش. تو مصاحبه این شکلی بود که بعضی که حالا اچ آر رو اینا باید صحبت می‌کردن، وارد مسیر مصاحبه که می‌شدی بهت امتیاز بالاتر و پایین‌تر میدادن. مثلا میتونی تا این گرید بری بالا، تا این حداقل گرید تو اینه، گریدی که ما حدس میزنیم مثلا توش بشینی همچین پوزیشنیه. بعد اینا رو خیلی کلیر بهت میگن که آقا مثلا تو میتونی سینیور بشینی، میتونی جونیور بشینی، بر اساس مصاحبه‌ای که مثلا ما با هم داشتیم بریم جلوتر ببینیم چی میشه، یا اصلا کلا کنسلی درد ما نمیخوره. بعد یه کمیته مصاحبه رو ضبط میکرد، نظر میداد، تاسک میفرستادن، تاسک رو ریویو میکردن، فرصت میدادن که تو دفاع بکنی. مثل ما نبودش اینجا که مثلا بخوایم فقط یه نیروی بیاد دیگه، یه نیروی بیاد که مثلا کارا رو جمع کنه، برای تو ارزش میذاشتن. آره کارو در بیاره. آقا مثلا علی حاجیمی رو ما شنیدیم کارش خوبه، خب دیگه بیا علی، مثلا دیگه باید کاری ندارم، بیا چقدر میخوای، تمام، خداحافظ، همین بیا فقط باش اینجا کنارمون. نه اونا قشنگ داشتن استپ بای استپ کار میکردن. حالا من افعال مصاحبه بگذرم چون چیز جذابی نداره، ولی چون جذابترش رو قراره جلوتر بگم. اتفاقا گفتم دیگه در مورد اون پروسه‌ای که اتفاق افتاد. آره اون خیلی جذاب‌تره، با اینکه شکسته من محسوب میشه، ولی اون جذاب‌تره. وارد کار شدم، یعنی از یک انجینیر، کسی که مارکتینگ میدونه، کسی که میتونه هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده. یعنی شما به عنوان انجینیر، حالا تک انجینیر یا مارکتینگ انجینیر، توی تیم‌های تکنولوژی یا تیم‌های مارکتینگ تکنولوژی وارد میشی، یک انجینیری که باید دیوآپس بدونه، باید بک اند بدونه، باید فرانت اند بدونه، باید دیتا بدونه، اسکیول بدونه، داکر بدونه، تمام چیزهایی که قراره انجام بده رو خودش. یعنی یک تسکی وقتی اومد سمتش دیگه خودشه که جمع میکنه اون تسک رو، میبره جلو، کارش رو انجام میده و در نهایت گرین پروداکشنش رو میگیره. همه کارهاشو خودش انجام میده، کسی نیست بخواد این وسط بهت کمک کنه. چرا؟ همکاریه هستا، ولی تو خودت مسئولینی که فرانتش رو بزنه. اگه که کد بک اندی زدی، اون فیچر رو برای اینکه بیاری بالا، فرانتش اگه فرانت داره باید فرانتش هم خودت بزنی، اگه اسکیول داره خودت باید بزنی. فول استکی هستی که به اصطلاح رو کارهای مارکتینگ کار می‌کنی. آره من دارم کارهای مارکتینگی کار میکنم. مثلا
یکی از پروژه‌ای که داریم کار میکنیم CDP کاستومر دیتا پلتفرم. ما میایم تمام دیتا سورس هایی که وجود داره، اطلاعات کاربر رو، ایونت هاشو، اتریبیوت هایی که ایونت اتریبیوتاشو برای که بتونیم بهینه‌تر پروسس بکنیم، اونها رو ذخیره میکنیم بر اساس یک سری ماشین لرنینگ ها و ای آی که تیم های دیگه ای دارن روی این دیتا سورس کار میکنن. سری خروجی ها میگیریم، رو مارکتینگ اتوماسیون پیاده سازی میکنیم، قضیه رو، این دیتا رو تبدیل میکنیم به دیتایی که مناسب مارکتینگ اتوماسیون باشه، بر اساس رفتار کاربر، چیزایی که دیده، یک وب پرسونالیزیشن انجام میدیم که حالا توی مثلا شرکت‌های کوچیک‌تری مثل دیجیکالا، مثل تکنولایف، این کار رو حالا بعد اینکه دیتا رو گرفتیم به صورت دستی میایم وب و اپ رو پرسونالایز میکنیم، ولی تو اینجا دوباره بر اساس یک سری رول و اتفاقات و هیستوری میاد پرسونالایز میکنه و دیتا بهش نمایش میده. مثلا داینامیک پرایسینگ کار کردیم که یک سری آفرهای جذاب چیزایی که میگی و یکم من باز بکن. مثلا همین CDP خودش کانسپت جالبیه، همین داینامیک پرایسینگ یکم باز بکن بریم بیشتر آشنا بشیم. آره ببین داینامیک پرایسینگ اینجوریه که مثلا من بوکینگ رو مثال میزنم براتون چون فکر کنم خیلی بیشتر میک سنس میکنه. وقتی بوکینگ رو وا میکنی، میخوای یه سفری رو، مثلا یه پروازی رو یا یه اقامتگاهی رو رزرو بکنی، اول میری توش، مثلا داره به $100 نشون میده اون پرواز یا اون اقامتگاه رو، میری دوباره میای فردا میای میشه $102 $103، هی قیمته داره میره بالاتر. بعد یهو مثلا یه روز مونده به اینکه میخوای برید واسه اون دیتی هستش که تو قراره سفر کنی به اونجا یا از اون سرویس استفاده بکنی، قیمتش یهو میشکنه، یا یه ووچر خیلی سنگینی میده که مثلا یه $5 ارزونتر از قیمت اولیه بوده که میبینی و تو رو ترغیب میکنه که بخرین. ولی عملا همون کار مارکتینگ ما رو داره انجام میده که ما هی ووچرای کوچولو میدیم تا کاربر کانورت بشه، ولی این یه حس ترسی به کاربر میده که نکنه قیمت داره میره بالا. بعد یهو یک کد تخفیف سنگین میده، تخفیف لحظه‌ای یا 4 دقیقه مثلا وقت داری تو، اینم کاملا اختصاصی تو این 4 دقیقه بیا برو این مثلا اقامتگاه یا این پرواز رو رزرو کن. ما به تو اصطلاح میگیم داینامیک پرایسینگ، قیمت رو میبریم بالاتر بالا بر اساس یک سری جرنی هایی که کاربر داره، شبیه به مثلا وب اینگیج میمونه یا ECRM هایی که بچه‌ها استفاده میکنن. تو جرنی تعریف میکنه، اگه مثلا دفعه دوم اومدید این کارو کن، دفعه سوم این کارو کن، دفعه پنجم یهو مثلا پرایس رو بشکن. یا مثلا ما برای اینکه مثلا بتونیم یهو انبار خالی بکنیم، مخصوصا توی بازار ترندی و ترکیه که اونم خیلی بازار خرابی مثل ایران، قیمتا به بالا پایین میشه و چیز مشخصی وجود نداره. اروپا خیلی تمیز همه چیز، قیمتا مثلا آیفون 1000 یوروه دیگه تا ابد، فکر میکنم همیشه 1000 یورو میمونه. چیزی زیاد بالا پایین نمیشه. ولی خب ترکیه یه وضع بعدی مثل کشور خودمون داره و یه روز قیمت میره پایین، یه روز قیمت. کارهایی که داری میگی تو اروپا خیلی جا نمیتونی بکنی، یعنی اصلا یه سری از این هر کشوری حتی قوانین خودشو داره. مثلا ایتالیا میگه تخفیف میزنی باید قیمت قبل تخفیف، درصدی که تخفیف زدی و قیمت بعد تخفیف حتما رو پروداکت پیج باشه. و مثلا نمیتونی یک سری پرسونالایزیشن رو با دیتا انجام بدی، یک سری دیتا رو نمیتونی ذخیره بکنی. یعنی قوانین اروپا انقدر سختگیرانه است که هنوز فیچرهای ای آی مثلا گوگل و اپل اینا هم اینجا نتونستن بیان کار بکنن. ولی خب شما تو چین و ترکیه و اینا خیلی دستتون بازه، خیلی کارهایی. این که دیگه خیلی دست بازه، اونجا قشنگ تو به همه چیز دسترسی داری و از قشنگ شبیه ایتا و بلست چت میکنی و پشتش میتونی آره اونو چیز که بخونی میتونی نفر سوم چت باشی. بعد عرضم به خدمتتون پروژه‌ای که داریم کار میکنیم چند تا دیتا سورس اضافه کردیم واسه اون CDP که اینسایت دیپتری از کار برداشته باشه. حالا من در مورد دیتا سورس ها نمیگم چیزی چون ممکنه دردسر بشه، ولی دیتا سورس های جالبی رو اضافه کردیم. یه ذره بچه‌ها حواسشون جمع باشه میدونن که مثلا اینستاگرام اکسپلورش چه جوریه و شبیه به گالریت میشه. دیگه بخوام بهت بگم فعلا داریم رو همینا کار میکنیم. خود CDP پروژه خیلی بزرگ و پرباگ و پر ریسک و پیچیده‌ایه که هی داریم اپتیمایزش میکنیم، ایونت اتریبیوت ها رو آپدیت میکنیم که دیتا ها سبکتر بشه تو اون اسکیل 400 500 میلیون. یعنی نرفتین یه باز چیز کامرشیالی بخرین، یه ابزار CDP بخرین؟ نه CDP کاملا این هست. علی بابا کلا این شکلیه که من همه چیزو دارم دیگه، چی میخوای بخری؟ من کلاد میخوای بهت کلاد میدم. ببین من مثلا از اوردر میدم یه چیز 2 یورویی،
بعد فری دلیور میکنه برای من میفرسته. من آره اینجوریام که چرا، یعنی اصلا چجوری شما میتونید این کارو کنید؟ آره واقعا عجیبه. من خودم هم ساختار اکسپرسشون نمیدونم چه شکلی کار میکنه، اصلا یه شرکت مستقله، ولی اینکه اینقدر ارزون داره بده. یا همون سرویس AWS رو اگه بخوام راجع بهش صحبت کنم، علی بابا کلاد هم داره میده، گوگل کلاد هم میده. خب قیمت AWS خیلی بالاست، گوگل کلاد منطقیه. خب همیشه گوگل پرایسینگش منطقی بوده و درست بوده. علی بابا چجور داره کیفیت بالاتر میده و قیمتش نصف اوناست؟ چطور ممکنه؟ چون دیتا داره از لپتاپ یه حاج آقایی رد میشه. آره احتمالاً دیتات رو برمیداره، نمیدونم چرا، ولی خب چینه دیگه. کار کردن تو چین کلا سخته، آدماش سختن، عجیبن و سخته دیگه. اینجوری بگم فکر کنم خیلی تمیزتر و راحت‌تر. من تا حالا کسی رو ندیده بودم برای چین اپلای کنه، چون معمولا آدما برای مثلا کار ریموت یا مهاجرت میرن سمت غرب، تو کاملا رفتی سمت شرق و یه فضایی دستت باز شده که شاید هم لول آمریکاست از نظر تکنولوژی و تو آمریکا نمیتونی به این راحتی وارد شرکت‌های بزرگش بشی. از نظر قانونی و اینا مسئله نداشتی بخوای با چین کار کنی؟ اونجوری چجوری بود داستانش؟ ببین من اگه چون قراردادم توی ترکیه بسته شده، زیاد دنگ و فنگ این که بخوام با چین در ارتباط باشم یا مثلا برم اونجا اینا رو ندارم. بیشتر تو ترکیه هم تا اینکه بخوام با چین در ارتباط باشه صرفا هم‌تیمی های چینی دارم که بازم خیلی سخت و آزاردهنده است باشون کار کردن. یعنی تو بیشتر رفتی کار با من بابای چین اپلای کردی، احتمالاً از لینکدین یا از سایت خودشون؟ از سایت خودشون. بعد وارد سایت که شدم دیدم مثلا چند تا قسمت داره. قسمت چیز داره، گروپ داره، علی بابا گروپ. و تو علی بابا گروپ کیا بودن؟ تاوباو بود، ترندیول بود و بقیه بیزنس هایی که حالا خریده، مثلا ترندیول فود بود، از اینجور چیزها بودش که میتونستی اپلای بکنی رو پوزیشناش و بری جلو. علی بابا مثلا باید مصاحبات رو بکنه، در نهایت تو بری قرارداد تو اون شرکت ببندی و به عنوان یک پی آی سی از علی بابا تو اونجا باشی، نه مستقیم استخدام ترندیول بشی. رفتی یه جلو دور ولی زدن عجیبی بود. با هویت حقوقی به اصطلاح علی بابا در ترکیه، تو با اون شرکت ترکیه‌ایش قرارداد بستی داری بله کار می‌کنی، پروژه های کل علی بابا گروپ داری عملاً یه جوری کار کل می‌کنی. پروژه، آره یه جورایی، آره چه گفت، کل پروژه کار میکنیم. مسئله قانونی با کار با ترکیه چی جوریه؟ ببین ترکیه کار کردن یه ذره عجیب غریبه. تو مثلا اولش باید یه چیزی به اسم ویزای اقامت داشته باشی که اونجا میگن کیملیک. جلوتر که میری ویزای کار میگیری. حالا دیگه مثلا میتونی وقتی ویزای کار گرفتی یا اقامت گرفتی شروع کنی حسابای بانکی تو ساختن. البته حساب بانکی میتونی به عنوان یک ایرانی توی اونجا با یک مقدار پیچیدگی و $100 پول خرج کردن حساب بانکی رو داشته باشی، ولی مثلا کردیت کارت خوبی بهت نمیدن. زمانی که دیگه ویزا هات اوکی میشه دیگه کردیت خیلی خوبی میگیری، حساب بانکی دیگه خیلی خوبه و همه چی اوکی میشه. ولی خب اون اولش یک مقدار واسه گرفتن ویزای اقامت 1 ساله کار سختی داری. یا باید یه خونه بخری که اون میره یه پروسه خیلی پیچیده، یا باید خونه اجاره کنی که اون خونه اجاره کردنه میگم راحت ترین مسیرش باشه واسه این که تو بخوای اقامت زندگی بگیری توی اونجا، ویزای اقامت بگیری، ویزای اقامت بگیری و اونجا زندگی بکنی. ولی اجازه بقیهش دیگه کار نداری با اون اقامت، نه؟ جان. با اون اقامت اجازه کار نرمال نداری، درسته؟ نه اجازه کار نرمال نداری، ولی خب باش کار میکنن دیگه، اینجوریه که همه دارن کار میکنن. ولی خب اون ویزای اقامت ویزای کار بسته به شرکت های مختلف. مثلا ممکنه بری توی یه مغازه بخوای کار کنی، با اون ویزا هم بهت اجازه میدن کار بکنی. بستگی داریم شرکت چقدر، مثل کشور خودمون دیگه مثلا اینجا کسایی که از کشورهای حالا دور و بر یا از جای دیگه اومدن دارن کار میکنن هستن، ولی مثلا بیمه واسهشون رد نمیشه، مزایای قانونیشون رو نمیگیرن، یه سری از این حق و حقوقاست که خورده میشه. بسته به اون لول شرکت یا اونجایی که کار میکنی ازت انتظار دارن که مدارک مورد نیازشون رو بهشون برسونی. خیلی عالی، مرسی. بریم اون تجربه جالبت هم برامون بگو، تجربه مصاحبه با گوگل. آره فکر می‌کنم این یکی از قشنگ‌ترین اتفاقات مسیر کاریم بود که خیلی بهم حال داد و مثلا با اینکه شکست خوردم توش، ولی یه انگیزه مجددی شد واسم که دوباره بخوام برم تو دلش و تلاش بکنم. من
سئو و حالا تک رو مدیون دو تا کامیونیتی هم، که استک اورفلو توی حوزه تک و سرچ سنترال کامیونیتی تو حوزه سئو. من یکی از تفریحاتم این شده، واقعا به عنوان تفریح بهش نگاه می‌کردم. علی ساعت 8 شب که اومده خونه میشینه سرچ سنترال کامیونیتی رو باز میکنه، شروع میکنه خوندن. این 3-4 ماهی این کارو کردم، مثلا قضیه واسه فکر کنم 4-5 سال پیشه. میخوندم تا کامل مسلط بشم به اینکه چه سوالاتی پرسیده میشه، چه دغدغه‌هایی وجود داره، چه کارا میتونم بکنم. و این مردم سوال میپرسن، سوالات یکی سوال خیلی پیچیده میپرسید، یکی سوال خیلی ساده میپرسید، ولی من صرفا خواننده بودم. جلوتر که رفتم ترسناک شروع کردم جواب دادن به این سوالا. تو این حالا بعدش برات ایمیل میاد که آقا تو میتونی مثلا 10 تا جواب بدی، وارد یه کامیونیتی بشی با عنوان SEO سرچ سنترال چی بود، گوگل پروداکت اکسپرت پروگرام، این همچین چیزی بود داره، پروداکت اکسپرت میتونی بشی. بعد لول بندی داره، از برونز شروع میشه تا دایموند بالا میره. و خب من 10 تای اول رو شروع کردم جواب دادم و خیلی باحال بود. بیا برو اینجا ثبت نام کن، حالا بج بگیر، بج برونز رو میگیری. وقتی بعد که هی سوالات بیشتر جواب بد نمیگه تو بعد چند تا از استپ بعدی چند تا جواب بدی تا آپگرید بشی، صرفا بر اساس عمل کردت و کامنت بقیه اکسپرتاست که تو لول میگیری از اینجا به بعد. این برونز به سیلور شدنه برای من چند سالی طول کشید، خیلی تلاش کردم ولی تبدیل شد. زمانی که برونز شدم، سیلور شدم، من وارد یک کامیونیتی جداگونه شدم. کامیونیتی جدیدی بود که تو میتونستی با بقیه پروداکت اکسپرتایی که تو لول خودت یا خیلی بالاتر از تو میفهمن توی اون حوزه ارتباط بگیری. برای تو گوگل یه سری فیچرها رو زودتر باز میکنه، بهت اجازه میده که تست بکنی، تو فیدبک بدی، فیدبکت رو بگیره، بهت یه جایزه کوچولویی بده، در حد جوراب و کلاه و اینا. احتمالاً توی لینکدین و توییتر دیدی دیگه، استوری میکنن، پست میذارن، میگن که مثلا من کلاه جایزه گرفتم از گوگل. این خیلیشون سر اون پروداکت اکسپرت پروگرام است که بر اساس فیدبک هایی که گرفتی یا پول میگیری یا هر چیز دیگه. من غیر از این سرچ سنترالی که تونستم به پلاتینیوم برسم، توی گوگل کلاد هم فعالیت داشتم. حالا بنا به علایق شدیدی که به حوزه دیوآپس دارم و در کنارش سوالاتی که برام به وجود میومد، تو اینجا خیلی اکتیو بودم، هی با گوگل کلاد کار میکردم، هی اونجا سوال میپرسیدم و سوال جواب میدم دیگه. لمش اومده بود دستم که آقا مثلا خیلی خوبه برم اونجا زودتر از فیچرها با خبر بشم، شاید بتونم یه کار خاصی بکنم که بقیه بی خبرن. اینکه 2-3 ماه پیش بود برای من یه ایمیلی اومد که ما میخوایم یه فیدبک سشن بذاریم. این ایمیل این شکلی نیستش که 100% تو بخوای وارد این فیدبک سشن بشی، اطلاعات رو پر کن، 45 دقیقه زمان میگیره و $150 هم بهت هدیه میدیم بابت اینکه حالا یا ردیم کد میدیم یا حسابتو شارژ میکنیم یا پریپید کارت بهت میدیم. نوشته بود تایپ های مختلفی وجود داره. من گفتم اون $150 دیگه، تو ایران هم که دلار با ارزشه، بذار بریم ببینیم چیه. بعد جلسه هم جذابه دیگه، حالا ببینیم چی میخواد بگه. من کاملا این شکلی بودم که شاید گول اون پوله رو خوردم، $150 رو دیدم جذاب میشه باشه کاری کرد، بذار برم تجربه کنم این قضیه رو، شاید چیز باحالی باشه. من چند تا روزم رو مشخص کردم تا اینکه باهام جلسه ست شد و وارد جلسه شدیم. شروع کردم در مورد گوگل کلاد سرویساش تجربه خودم با کار کردم با گوگل. کاملا جلسه فیدبکی بود، ولی نگو یکی از مدیران گوگل کلاده که داره با من صحبت میکنه و میخواد خودش مستقیم فیدبک بگیره از آدم ها. از من دیگه در آخر جلسه پرسید کجا کار میکنم، علی بابا و این دیگه. من اسم تکنولوژی نیاوردم که دارم اونجا هم کار میکنم، چون نمیخواستم رزوممون به ایران وصل بشه در لحظه که الان من تو ایرانم و دارم ایران کار میکنم. شروع کردم سری پیشنهاد و آفر دادم، منم اکسپت کردم که مثلا من بدم نمیاد رزومم رو واسه اون پوزیشن بفرستم. پوزیشن چی بود؟ پروداکت مارکتینگ منیجر. با تکنیکال مارکتینگ منیجر خیلی فرق داره. تکنیکال مارکتینگ انجینیر، آره پروداکت مارکتینگ توی پروسه سختیه، کلا فرق داره. تو هم مارکتینگ باید بدونی، هم پروداکت باید بدونی، هم باید تک بدونی. مسیر خودشو داره، باید استراتژی برند بدونی، گو تو مارکت استراتژی بدونی، اینجوری چیزا. ولی خب
من خواستم تجربهش کنم، گفتم اوکی میام واسه مصاحبه. چند وقت بعدش برای من یه ایمیل اومد که آقا ما جلسه قبل با هم صحبت کردیم این شکلیه، دوباره یه تایمی رو انتخاب کن واسه اینکه ریکروتر تو رو ببینه و هایرینگ منیجر تو رو ببینه و این هایرینگ منیجر بادی تو تا آخرین مرحله‌ای که توی گوگل مصاحبه می‌کنی. من وارد پروسه شدم. جلسه اول جلسه بود که ما داشتیم به زمان پیتی داشتیم مصاحبه می‌کردیم، 3:30 صبح بود به وقت ایران. من پا شدم، حالا با هزار بدبخت نشستم دارم انگلیسی صحبت میکنم، فکر کن خوابی باید ترجمه کنی حرفاتو، صحبت هر چقدر تو راحت باشی بازم مثل فارسی صحبت کردن نمیتونی صحبت کنی اصلا. هر چقدر خوب به خودت اینو احتمالاً میدونی دیگه، نمیتونی اون مدلی که تو فارسی صحبت کردن در لحظه داری حرف جنریت میکنی رو وقتی داری به یه زبون دیگه صحبت میکنی جنریت کنی و بگی. اونم 3 صبح، آره لامصب 3 صبح خیلی تایم بدی بود واسه مصاحبه. حالا جالبیش از اینجا شروع میشه که من منتظر بودم توی اتاق آرومی که مثلا پشتش عکس یا لوگوی گوگل و یه مثلا هایرینگ منیجر مثلا مهربونی هست و داره با هم کلی خوب صحبت میکنه رو داشتم. وارد شدم توی جلسه دیدم نشسته توی شلوغ‌ترین جای ممکن، چیزی که انتظارشو نداشتم، پر سر صداشو با لگ میشنوم، خیلی بد میشنوم، مثلا نمیتونم درک کنم چه ساعت 3:30 صبح هم هستش. من هی تکرار میکنم که بدون شرایط چجوری بود. گفتم این آدم بدیه اینجا چرا رعایت نمیکنه مصاحبه رو. شروع کرد صحبت کردن. حالا جلسه ما خوب جلو رفت ولی خب خیلی سخت میفهمیدم چی داره میگه و در تلاش بودم که حرفش درست متوجه بشم، درست جواب بدم، اون چیزی که دوست داره رو بهش بگم و واسه تجربه‌ای که خودم از مصاحبه‌ای که داشتم می‌کردم توی علی بابا و مصاحبه‌ای که شدم تا اینکه برسم به علی بابا داشتم رو داشتم بهش میگفتم. تا دارم سرچ کنم ببینم چرا همچین کاری کرد این آدمه. بعد متوجه شدم که یه تریک مثل این که هایرینگ منیجراست که توی گوگل ببینید تو چقدر مسلطی به اعصاب و روانه، چقدر مسلطی به قضیه، چقدر میتونی مدیریت کنی خودت رو، جلسه رو و اون قضیه ها و اتفاق و سر صدا و رفت آمد آدما اذیتت نکنه. مثلا نشستی آدمی از اینجا رد میشه توی جلسه، تو حواست پچشت میچرخه دنبال اون، می‌خواست ببینه تو چقدر چشت این ور اون ور میچرخه دیگه. این جلوتر رفت، برام تاسک فرستادن. حالا 4-5 مرحله باید میرفتی جلو تا به این برسی که تازه وارد پروسه مصاحبه بشی، یعنی آدم‌های لول بالاتر از خودت بیان بشینن باهات صحبت کنن. خیلی برام عجیب بود که پروسه مصاحبه شده جلسه پنجم شد، من 4 تا جلسه باشون رفتم. آره 4 تا جلسه باشون رفتم جلو، تسکم انجام دادم ولی اسمش نمیذاشتم مصاحبه، اینترویو نمیذاشتم، چون میذاشتم چی نمیدونم بهش چی میگفتن واقعا، ولی اینترویو نبود. آره اینترویو اصلی از جلسه پنجم شروع میشد. این 7-8 تایی جلسه که ممکن بود بر اساس پوزیشنت فرق بکنه شروع میکردن استپ بای استپ جلو رفتن و چیدن تا اینکه به اون اینترویو برسیم. جالبش اینه که خب ما این جلسات رو میرفتیم جلو، تاسک ها گرفتیم، در مورد تاسک صحبت کردیم، رسید به جلسه آخری که دیگه من باید تاسکم رو کامل توضیح میدادم و پرزنت میکردم. یعنی همه چی خوب بود. این آدما کلا دنبال این بودن که نقطه ضعف ازت پیدا کنن، یه جایی که ضعف داری رو پیدا کنن تا بهت گیر بدن. یعنی واقعا می‌خواستن یه آدم کاملی رو پیدا کنن که توانایی خیلی زیادی داره. خلاصه من تونستم پیدا کنم دیگه. خب من تواناییم در اون حد نبود که بتونم از پس اون مصاحبه بر بیام. توی بحث‌های گو تو مارکت استراتژی گیر کردم و دیگه یه جوری این انگشتر تو چشم من تا تحتش فشار میداد که دیگه من از پسش بر نمی اومدم. یعنی گفتم که آقا من واقعا نمیدونم، نه میفهمم چی میگی، یعنی نه سوالتو میفهمم چیه، نمیتونم سولوشنی بابتش بدم، نه در توانایی منه. تا اینجا هر چی میدونستم و گفتم، بی خیال باشه. خلاصه اینکه تموم شد، یعنی مصاحبه با تمام استرساش و تمام سختیاش تموم شد، ولی تجربه خیلی خوبی واسه من شد که میشه یهو ندونسته کاملا بر اساس شانس، بر اساس اون صحبت‌های اولمون که توی موقعیت قرار گرفتن و شانس خوبه هم دخیل میشه، اون اتفاق خوبه هم دخیل میشه، یهو تو یه چیزی تجربه میکنی که حتی فراتر از انتظارته، فراتر از تواناییته، ولی دید میده. و این جالبه دقیقاً این نتیجه گیری همزمان اومد تو ذهنمون. من داشتم فکر می‌کردم آره. چجوری کنم به حرف اولمون
چجوری با یه پوزیشن غیر مرتبط بدون اینکه اصلا تو رزومت پروداکت مارکتینگ منیجر باشه، علی دلیر مصاحبه گرفت با گوگل به عنوان رول پروداکت مارکتینگ منیجر و چند مقدم رفت جلو و جایی فیل شد که خودش میگه منطقی بود فیل شدم. خب چی شد آره، که حتی زودتر فیل می‌شدم. چی شد که اینجوری شد؟ چون تو سال‌ها تلاش کردی تو کامیونیتی جواب ملت رو دادی. خب خیلی‌ها نمیدونن اون کامیونیتی وجود داره اصلا. خب تو بعد سرچ کرده باشی، اونو پیدا کرده باشی، بعد جواب سوالتو گرفتی. احتمالاً اولین بار که اون کامیونیتی پیدا کردی یه سوالی سرچ کردی، یه گوگل ریزالتی اومده بالا، یکی سوالتو رو پرسیده، یکی دیگه جواب داده، فهمیدی وجود داره، کنجکاو شدی این چیه، رفتی مثلا هوم پیجش رو دیدی، یه ساین اپ زدی مثلا. یعنی احتمالاً یه همچین مسیری بوده. بعد گفتی من وقت بذارم اینو بخونم، وقت بذارم برام جواب بدم. 4 سال بعد از ایران مثلا مصاحبه گرفتی برای یه رولی و رفتی جلو و اینا. خب یعنی این روحیه کنجکاوی و کشف و این هر چیزی دیدی بری انگولکی بکنی ببینی چه اتفاقی میفته، وقت بذاری روش خلق ارزش کنی، خودتو put yourself out there دیگه، به اصطلاح خودتو اون بیرون قرار بدی که فرصت‌ها در دور و برت قرار بگیرن و بتونی خوش شانس بشی. چون تا وقتی تو خونت نشستی طبیعتا خوش شانس نیستی دیگه، مگه اینکه بابات یا عموت یا مثلا یکی دیگه به زنگ بزنه بگه مثلا گل پسر بیاد تو شرکت ما و اینا. خب اون یه شرایط کاملا به اصطلاح متفاوتی میشه. خیلی عالی بود. جواب نمیده این کار، اینکه تو بخوای آره زنگ بزنی، مثلا عموت زنگ بزنه، بابات زنگ بزنه بیای، واقعا جواب نمیده واسه آدم. بعد گل پسر روش میکنی دیگه نهایتش. آره گل پسر واقعا میگم تو خیلی سال از دست میدی. خودت الان داری بابت مسیر زندگی داری تلاش میکنی، به جاهای خوبی رسیدی و میدونی که چقدر سخته این مسیر. و تو الان کی آدمایی که مثلا با اسم باباشون رفتن این ور اون ور، مثلا شاید پول و خیلی چیزای بیشتری رسیدن، کیان و چقدر فرق دارن با تو رو الان هر جای دنیا ول کنن، نیم ساعت بعد یه کار خوب پرپول در شأن خودت سریع پیدا میکنی. ولی اون آدم اگه باباش دور بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این خیلی مهمه. فرق زندگیه و سختی میکشی. یعنی مسئله اینه که یه حرفی یه بار آقای شعبان علی زد توی یکی از ویدیوهایی که داشتم ازش میدیدم، گفت تو نمیتونی همه چی رو با هم داشته باشی. یعنی مثلا حالا من دارم بعد نقل قول میکنم کانسپتی که تو ذهنم رو دارم میگم، نه حرف محمد رضا شعبان علی رو. میگم مثلا اگه تو میخوای نخبه باشی توی یه فیلدی، مثلا تو کارت، باید 6 تا چیزو ساکریفایس کنی. باید رابطه نداشته باشی، دوست و رفیق، خانواده، تفریح، سلامتی، احتمالاً نیک هامپ داری چون گردنت همش جلو بوده، نمیدونم 4 تا چیزو زدی ترکوندی که مثلا تو این نقطه رسیدی. آدم بالانس تو هیچ چیزی ممتاز نیست و اوکیه. یعنی یه سری آدم انتخابشونه که آدم بالانسی باشن، 9 to 5 کار میکنم، بعدش میام مثلا یه ساعت جیممو میرم، بعد میرم مثلا با دوستام و خانواده‌ام وقت میگذرونم. این هر روز تکرار میکنن. 90% اروپایی‌ها اینجوری زندگی میکنن و مثلا تو باشون معاشرت میکنی اینجوری که خب چقدر آسون زندگیتون، که دارین سختی میکشین. مثلا یکم حالا این چیزیه که ما هم دیدیم و معمولا اروپایی‌ها انقدر سخت‌کوش نیستن طبق تجربه‌ای که من داشتم. معمولا آسیایی‌ها، بعضا آمریکایی‌ها به خاطر فضای رقابتی تری که توش قرار میگیرن. آره اون که اصلا جنگه. اصلا 1 میلیارد و خورده میلیون، مثلا 1 میلیارد و 1.5 میلیارد آدم انداد مثلا چقدر وجود داره که تو میخوای بگیری و چقدر مگه پوزیشن تو دانشگاه وجود داره که میخوای بگیری. و طبیعتا این ممتاز بودن رو باید آدم، یعنی باید بخوای و براش تلاش بکنی. وقت 8 شب میرسی خونه بشینی کامیونیتی 2 ساعت بخونی دیگه، نشینی سریال ببینی مثلا گیم بزنی. یعنی واقعا این تفاوت‌های مهمیه که آدم باید، ایناست که مدل فکری علی دلی رو کمک میکنه من بشناسم و بگم اگه من میخوام این کارو بکنم باید چه عادتایی رو تو خودم بسازم. یه کتابی هم هستش اتمیک هابیتس، نمیدونم آشنایی داری یا نه. الان من یه لینک هم ذهنم به اون که میگه تو احتمالاً آدم‌ها با ویل پاور رو نمیدونم یه چیزی رو میخوان به یه جایی نمیرسن، چون تو اونو لحظه‌ای تجربه میکنی، فردا انرژی میپره. آدم‌ها با رفتارهای کوچولو میکرو بیهیویرها و عادت‌هاشون به یه جایی میرسن. مثلا میکرو بیهیویر این که بعد کار بشینم کامیونیتی یه ساعت بخونمه که تو رو احتمالاً به یه چیزی میرسونه. میکرو بیهیویر مثلا این که برم کنجکاوی کنم، برم یاد بگیرم، داکیومنت بخونمه که مثلا تو رو به یه چیزی میرسونه و تو اونجوری میتونی هکش کنی این میکرو بیهیویرها رو، بگی من این رفتاری که دارم چه جوریه، با چی جایگزینش کنم یا عادت جدید بسازم، این 6 ماه دیگه نتیجه خیلی خفنی مثلا به من میده. اینم حالا یه مایندست جالبی بود گفتم آره. ولی واقعا این که گفتی آدم‌ها ساکریفایس میکنن یه سری چیزها رو، کاملا درسته. من خودم ورزش رو کامل گذاشتم کنار، واسه سلامتی رو گذاشتم کنار.
وزنم رفت بالا، چاق شدم، خیلی چیزها رو از دست دادم و برای اینکه دوباره اینا رو بخوام بهشون برسم خیلی باید سختی دوباره بکشم تا اون چیزی که داشتم رو دوباره به دست بیارم. ولی خب طبیعیه دیگه اینجور چیزا، تو باید از بگذری تا بتونی، تو باید دوست رو کمتر ببینی، تو باید ورزش نکنی یا اگه میکنی سختی بیشتری بکشی. اگه ساعت 12 شب بعد اینکه کتاباتو خوندی، بعد اینکه کامنتی رو خوندی، میخوابی 6 صبح بیدار شی که بری ورزش تا بتونی دوباره 8 تا 9 بری سر کار و اون همه چیز رو با هم داشته باشی، وگرنه نمیشه. خودت گفتی دیگه نمیشه همه چیز، نمیشه. طبیعیه، یعنی آدم باید بشینه باهاش 2 تا 4 تا کنه من چی میخوام از زندگیم، چی برام مهمه. اگه یه نفر میگه من رابطه‌ام برام خیلی مهمه مثلا، کاملا من میفهمم اوکی، ولی خب اوکی تو شیب رشدت احتمالاً با شیب رشد یه آدمی که مثلا مجرده و نیاز نداره مثلا با دوست دختری واسش بره بیرون احتمالاً فرق میکنه، میدونی؟ یعنی همون آدم مشابه تو همون بستر، همون هوش، همون دانش، این مثلا روزی 2 ساعت برای رابطه وقت میذاره، روزی 1 ساعت برای باشگاه میذاره، این یکی نمیذاره، این 3 ساعت بیشتر داره رو کارش وقت میذاره، میشه هفته 21 ساعت، میشه مثلا ماهی نمیدونم 80 ساعت وقت اضافه و این به اصطلاح در طولانی مدت خیلی متفاوته. خب و اینم اوکی، یعنی من خیلی هم معتقد نیستم همه آدما باید انقدر تلاش کنن راستشو بخوای، یعنی هر کی باید بالانس خودشو پیدا کنه ببینه چی میخواد. درست. بله کاملا درسته، باید موافقم. علی یه مسئله الان خیلی پرکتیکال، تو من میخوام بگم SEO انجینیرینگ، یعنی چون مارکتینگ انجینیرینگ و SEO انجینیرینگ به خاطر اینکه تو SEO بودی، کار کردی، دیولپر بودی، سافتور انجینیر شدی، اکادمیکلی سافتور انجینیر شدی وگرنه قطعا از اولش بودی و رفتی تو دیجیکالا یه سافتور SEO ساختی که الان داره کار میکنه و یه تیم سافتور دارن مینتینش میکنن احتمالاً، بعد رفتی پرفورمنس لید شدی احتمالاً چون آسان‌تر بوده، من فرض میکنم ولی احتمالاً چون آسان‌تر بوده کنار رستی با علی بابا باز کار بکنی، یعنی یه همچین سیستمی رو رفتی جلو و خیلی آدم‌ها هستن تو دنیای SEO دارن کار میکنن، از جمله خود من، دنبال اینه که یکی بهشون 4 تا هینت بده که برن دنبالش که چه جوری میتونن تو انجینیرینگ چی یاد بگیرن که متفاوت باشن از بعد تو کار SEO شون متفاوت باشن از بقیه SEO اسپشیالیستا. خب تو بهمون چی پیشنهاد میکنی؟ بخوای چند تا تیپ بدی، چند تا هینت بدی، یا مثلا چند تا چیز پرکتیکالی که تجربه کردی، مثلا یه کار دیوآپسی کردی رو SEO جواب خیلی خوبی داده، یه کار انجینیرینگی کردی رو SEO جواب خوبی داره، به اصطلاح چی میتونی بهمون یاد بدی خیلی ببین یکی از مختصر؟ مهمترین چیزایی که خیلی برام به نظرم مهمه و باید همه بدونن اینو، ما توی اکوسیستممون خیلی داریم روی این مانور میدیم که پایتون چقدر بلدی. تکنیکالی پایتون بلدی؟ آره پایتون بلدم. نه بلد نیستم. اصلا اهمیت نداره که تو پایتون میدونی، سی شارپ میدونی، گو میدونی، رابی میدونی، راست میدونی. اصلا مهم نیستش که تو چه زبان برنامه نویسی، چه تکنولوژی میدونی. یک چیز رو کامل بدون، به تمیزترین شکل کد بزن و به تمیزترین شکل اون ایده‌ای که داری کمک میکنه کارت راحت‌تر و سریع‌تر بشه رو پیاده کن. آفرین. حتی تو گوگل شیت وقتی مثلا نظر من، یعنی طبق یه وقتی برای تو گوگل شیت تو میتونی یه سافتور بیاری آره بالا واقعا. آره واقعا همینه. یعنی ببین من اینجوریم که یه موقعی مثلا بخوام یه کار خیلی کوچولی انجام بدم، پایتون خیلی دم دسته، ولی میگم با دیتابیس بیارم بالا، اینجوری که من گوگل شیت رو به عنوان دیتابیس استفاده بکنم و دیتابیس هم میشه اونجا، یا کلا میبرمش رو گوگل شیت چند تا به کمک چت جی، من زیاد گوگل شیت هم خوب نیست، به کمک چت جی پی تی مثلا فرمول پیچیده‌ای که میخوام رو میزنم و خروجیم رو میگیرم. نیاز نیست تو باید، اگه قرار یک مهندس باشی باید ساده ترین کار و ببخشید احمقانه ترین راه رو و کار رو برای رسیدن به هدفت انجام بده. یعنی همیشه اینو تو تیم‌های تک مثلا کلمه بدی نیستش، احمقانه ترین کار رو انجام بده که خیلی ساده است، خیلی راحته و پیچیدگی زیادی نداره. اون کار رو انجام بده، اون میشه درست ترین کار. تو کار سوم هم همینه، اگه قراره یه مقدار مسیر تک بری جلو، ساده ترین زبان برنامه‌نویسی که میتونه بهت کمک کنه اون کار رو انجام بدی. حالا ممکنه تو با HTML CSS کاری رو انجام بدی که من باش بلد نیستم و خیلی راحت باشه واسه با اون انجام بده، مهم نیست. با پایتون انجام بده ولی تمیز انجام بده اون کار رو، تمیز و اصولی و سریع. این میشه اولین استپی که باید بدی. دومیش با وب آشنا شو. ما هیچ کدوممون نمیدونیم وب یعنی چی، وب چجوری کار میکنه.
IP ورژن 4 با IP ورژن 6 چه فرقی داره، روتینگ ها تو CDN چجوری داره اتفاق میفته، DNS ریسولور چیه و عرضم به خدمت این مفاهیم بیسیک و فاندامنتال خود وب و HTTP این رو بدونید. تو بخش تکنیکال اسیو یعنی این چیزی که داری میگی و یه دو تا لول بالاترش اصلا تو تکنیکال اسیو آدم باید یاد بگیره. اینکه بایدی، نه من دارم تو سئو رو میگم، تو باید سئو، باید کسی که داره کار سئو انجام میده باید HTTP رو کامل بشناسه، باید مرورگر رو کامل بشناسه، وگرنه چه جوری داره در مورد کور وب وایتالز نظر میده. من اینجوری رفته لایت هاوس رو باز کرده تست گرفته، خب این که نشد نظر دادن، چون یه گزارش داری گوگل رو میدی به که من بچهای تکم بلدن خودشون اینو گزارش میگیرن و دارن اپتیمایز میکنن. تو چی میگی؟ چرا داری همچین حرفی میزنی؟ سولوشنت چیه واسه این کار؟ خب چک میکنی مثلا کور وب وایتالز رو مثلا با 4 تا افزونه میتونی درست کنی؟ نه، خیلی راههای بهتری هست که تو شاید با اضافه کردن IPv6 روت‌های بیشتری رو باز کنی واسه کاربرت، واسه اون DNS ریسولور و سرعتت بره بالاتر. همین راحتی. داشتم که جالب بود، یه پستم تو لینکدین گذاشتم که لایت هاوس اسکورز آر overrated، قشنگ یادمه، چون بعدش گفتم trust your engineers، به مهندسا اعتماد کنید بذار این کارشون رو انجام بدن. به خاطر اینکه چه اتفاقی افتاد، سایت مشکل فانکشنال داشت، مثلا اوردرها 1% فیل میشد. بعد مثلا این مشکل بیزینسی رفت تو تیم دیولپمنت، فهمیدن یکی از API ها مثلا یکم داره کند کار میکنه، API رو درست کردن، فرداش همه صفحات ما لایت هاوسش ثبت شد. یعنی اینو تو هیچ کدوم ریپورتاتو نمیتونستی پیدا کنی، یه چیز مشکل داشت باید حل میشد، میدونی؟ آره. ولی من خودم واسه این کارا چیکار میکنم، میرم مثلا یه سری ابزارهای تست هست، خب مثلا آپاچی ای بی تست مثلا یکی از ابزارهای خیلی خیلی ساده ای که تو میتونی در لحظه رو سیستمت بیاری بالا و چک کنی. کانکورنت رو مشخص میکنی، تعداد ریکوست رو مشخص میکنی، شروع میکنی ای پی آی کال زدن، ببینی چقدر فیل میشه، چقدر ریسپانس تایمش میره بالاتر و اینو هی من میبرم بالاتر بر اساس توانایی سیستم و شبکه. اگه لازم باشه از سرور استفاده میکنم، این رو تست میکنم، ببین این چیزی نیستش که تو بتونی رو لایت هاوس بهش برسی. اوکی لایت هاوس داره بهت هینت رو میده که آقا مثلا فلان چیز مشکل داره، آقا صفحه داره دیر میشه. اوکی من برام مثلا یه افزونه نصب کنم جاوا اسکریپتم رو درست کنم. خب مثلا فکر کن سایت نکست جی اس چجوری میخوای افزونه نصب کنی، میخوای چیکار کنی؟ میاد میگه من لیزی لود کردم. لیزی لودی که دوست من تو میدونی فکر می‌کنی عکسا داره دیرتر لود میشه، خب ولی لیزی لودی که تو جاوا اسکریپت داره اتفاق میفته لود کردن کامپوننت ها، لود کردن فایل ها، لود کردن لایبرری ها و خیلی چیزهای دیگه است. این ممکنه به اس اس آرت آسیب بزنه. خب داینامیک بخوای بکنی، داینامیک لود بکنی دیتا تو، اون چه شکلی میشه؟ خب توی اس اس آر چجوری باید هندل کنی، توی سی اس آر چجوری باید هندل بکنی، اصلا سی اس آر داینامیک رندرینگ داشته باشم یا نداشته باشم، اینا لایف سایکل هایی که وجود داره، ISG چیه، SSG چیه، اینا رو اگه بدونی خیلی بهتر میتونید صفحات رو جنریت بکنی. برای مثال اگه تو ISG و SSG و SSR و CSR بدونی، واقعا بعد لاگین هم همش CSR باشه، صفحات داشبورد، صفحات کاتگوری ما مثلا ISGش بکن یا SSGش بکن. صفحات پروداکت هم رو داینامیک بکن، یه قسم کلاینت CSR ببینه، موتور جستجو بیاد مثلا SSR ببینه، این به خاطر اون فشاری که رو سرور میذاره. ولی باید بدون تفاوتشو بدونی، درک بکنی رو سرور چقدر تاثیر میذاره، چجوری میتونی اون بهترین خروجیه رو بگیری. ما تو پیندو همچین کاری کردیم، اومدیم صفحات رو بر اساس جنسشون، اونی که PLP مثلا لیستینگ مهممونه این شکلی لود بشه، اونی که مثلا ادز بره مثلا CSR و SSR لود بشه، یه سریش اصلا نمیخوام SSR بشه، همون CSR باشه، ایندکس نشه بهتره و این جور چیزا. این به خاطر این بود که میدونستیم جنس صفحاتمون چیه و هر کدومش لایف سایکلی مثلا مناسبشه، فیتشه و چه باری رو سرور میذاره. حالا من میخوام کش بکنم، کش رو مثلا یه دور کلاد فلر فکر کنم واسه کش میکنه، یه دور وب سرورت کش میکنه، یه دور رمت داره کش میکنه و حالا لایه‌های مختلفی که کشینگ. واسه مثلا ابزارهای خیلی باحال واسه کش هستش که بین وب سرورت و اچ سرورت میشینه، اینو برو باش آشنا شو. من تو وبینار آخری گفتم تو پرانتز بهت بگم، من خیلی وقتا تو اینتراکشنم با مثلا متخصصای SEO، متخصصای دیجیتال مارکتینگ میذارم، یک سریا فکر میکنن کش همینیه که تو براوزرت داره سیو میشه و هارد رفرش میکنی پاک میشه، یعنی واقعا یک سریا این فکر رو میکنن.
یعنی درسته ها یه بخشی از کشینگ. یک سری آدمای دیگه که با وردپرس کار میکنن، دیدی یه چیزی داره میزنی کشو پاک کن که مثلا آپدیت لایو بیاد. بعضیا اون کشو فقط میشناسن که کش سمت به اصطلاح براوزره، ولی خیلی متفاوت قضیه دیگه. تو دیتابیس داریم، توی بک اند داریم، الان یه چیز دیگه تو وب سرور اینا لایه. آره تو وب سرور، بین وب سرور و اج سرور، یعنی روتن فکر کن آروان داری استفاده میکنی، آروان داری استفاده میکنی، یک لایه کشینگ داری رو آروان که اج سرورته، میای جلوتر یه لایه رو وب سرورت که فکر کن انجینیکس کش داری میکنی، یه چیزی بین این دوتا هست. دوباره تو میتونی لایه های مختلف این کشینگ رو اینجا پیاده کنی که بر اساس اینکه محصولت، سایتت یا پروداکتت یا مثلا سایتت که چه کاری داره انجام میده، چه جنس دیتایی رو داره نمایش میده، اینجا کش بکنی، آپدیتش رو مشخص بکنی و خیلی کارهای جذابی که مستقیم رو پرفورمنس تو سئو تاثیر میذاره. اصلا پرفورمنس چی مشکل به وجود میاد؟ یعنی همین مسئله، مثلا یه جا داشتم میخوندم که مثلا یه اتفاق افتاده بود، یک سری سایت ها مشکل داشتن. مثلا فرض کن من یک سری صفحه دارم که ایندکسبل، من خودم تست میکنم زده این صفحه ایندکسبل، گوگل میبینه میگه نو ایندکسه، میگه تو گفتی نو ایندکسه. بعد نگاه میکنی یکی از این کش ها مثلا پشت کلاودفلر مثلا آپدیت نشده، یه همین دیتا یه ماه پیشو داره نشون میده و اون مثلا خورده نو ایندکس، یا یه کانفیگوریشن سایت واید توی لایه وب سروری انجام شده که خراب کرده قضیه. تو هر چی بگردی نمیتونی رو پیدا کنی. یعنی اگه حالا نیازی، مثلا من اگه فرض کن تو علی بابا ایران نشسته بودم تو تیم SEO، دسترسی هم نداشتم حتی برم ببینم تو تکنیکال چه خبره، ولی تو باید بدونی آقا مثلا من این تستو دارم میگیرم، احتمالاً تو فرانت اند مشکل نیست، مثلا برم بخونم داکیومنت گوگل داره میگه نو ایندکس رو تو چه لایه‌هایی میتونی اپلای کنی، کانتنت تو چه لایه‌هایی میتونه ذخیره بشه، برم مثلا با دیولپرها بحثشو وا کنم، اونا به من بگن که اوکی آقا به اصطلاح این مسائل میتونه وجود داشته باشه، این لایه‌های کشینگ رو ما داریم، این زیرساخت‌ها رو اون پشت داریم. یا مثلا بعضا بیزنس‌های داخل ایران با دیوآپس مثلا اینجوریه که یکی از سولوشن‌های خیلی خوبه که من به همه معمولا پیشنهاد میدم، ریکوست خارج ایران رو بفرستن رو سرور خارجی، ریکوست داخل ایران رو بفرستن رو سرور داخلی، که هم اینترنت قطع شد ترکید داخل ایران سایت خوب لود شه، هم گوگل به مشکل نخوره، بتونه به اصطلاح همه چی ببینه. بعضا هندل کردن این مسئله کار سختی، آپدیت کردن جفتش همزمان و این داستانا به اصطلاح پیچیدگی‌های خاص خودشو داره و باگ میخوره. به هر حال هر سیستمی باگ میخوره دیگه. آره مثلا ما خودمون این کار کرده بودیم که مثلا هدر مختلف میفرستادیم برای اینکه نسخه با کش و بی کش ببینیم. مثلا گوگل که تو میفرستیم یه سایت دیگه کلا نوکش نشون میدادیم، هیچ کشی وجود نداشت. آقا مستقیم برو دیتا رو همین الان بگی و جدیدترینش رو بهش نشون بده، ممکنه دوباره برنگرده به این صفحه دیگه. دیفرنشییت کنی هم یه مسئله پیچیده‌ایه خودش. به خاطر اینکه یه سری بیزنس‌ها مثل فرض کن همین علی بابای ایران، لیستینگ‌های پرواز و هتل به ازای API کالی که میدن به پرووایدرها پول میدن و یه وقت بات میندازن رو وبسایت تو و رقیبات یا ربات‌هایی که وجود دارن تو وب دارن کار میکنن، سرچ انجینا و کرالرها و اینا، به اصطلاح پول تو داری هزینه میدی که اونا بیزنسشون درست کار کنه دیگه. و میخوای این هزینه رو کم بکنی، باید بتونی مثلا سولوشن اول نگاه میکنی، لوگاتو نگاه میکنی، میبینی که آقا چقدر بات‌ها دارن ریکوست میزنن، بات‌ها رو ببندیم. مثلا تو لول انجینیرینگ CTO مثلا این تصمیمو میگیره، CTO که با SEO آشنایی نداره، بعد مثلا گوگل میخواد ترافیک گوگل میخواد، این اتفاقی که میفته. سیستم یکم بالغ‌تر باشه، میان از SEO میپرسن چجوری گوگل رو دیفرنشییت کنیم، میری میگی یوزر ایجنت بذار گوگل بات. اون بات‌ها هم یه سریاشون که غیر قانونی دارن کار میکنن، یوزر ایجنت رو فیک میکنن، میان جلو. IP اضافه میکنی، IP میذاری، یک سری IP رو هم فیک میکنن دوباره. و دیگه مثلا ادوانس ترین سولوشنش که یکی درست کرده بود ریورس DNS لوکاپ بود، که نگاه میکنه این به اصطلاح ریکوست داره از سمت واقعا گوگل میاد یا نه، و اونو نمیشه فیک کرد چون تو باید از به دامین گوگل اگه دسترسی داری فقط میتونی اونو فیک کنی. و ولی اون زمان بره، مثلا یه ریکوستش 2-3 ثانیه وقت میبره. چیکار کنیم؟ مثلا طرف سولوشنی که دیزاین کرده بود میگفت ریکوست از طرف بات اومد، اگه مثلا توی نون آی پی ها و به اصطلاح اینا بود ببر وایت لیستش کن، اگر نه چک کن. و این به اصطلاح فرض کن یه ریکوست جدیدی از باتی میاد، تو اینو یک بار ولیدیت میکنی، میبری ریورس دی ان اس لوکاپ میکنی، اگه اوکی شد وایت لیستش میکنی دیگه. از اون به بعد اون میتونه سریع ارتباط بگیره با سرور تو. ولی بات‌های جدید میان دوباره میرن تو این فلو قرار میگیرن و این لایه‌هایی که گفتم دونه دونه باید چک شه دیگه. سریع ترین لایه یوزر ایجنت، لایه بعدی آی پی، لایه بعدی ریورس دی ان اس لوکاپ که ممکنه 1-2 ثانیه حتی وقت بگیره برای ریکوست های زیاد. و تو یک بار
هر به اصطلاح کلاینتی رو یک بار باید ببری با اون روش پیچیده ولیدیت بکنی و بیاریش توی لایه‌های پایین‌تر. وقتی تو وایت لیستته دیگه سریع‌تر میتونه ریکوست رو جواب بده. مثلا یه سولوشن خیلی باحالی که زدن اینه، یک سری بیزینس‌ها هم ولیو پروپوزیشنشون به دیتاییه که روشونه. مثلا من یه بار با یه شرکتی می‌خواستم مصاحبه کنم، این همه جوره کرالرها رو بسته بود. من می‌خواستم سایت اینو با اسکیمی فراگ آدیت کنم، برام تو جلسه مصاحبه بگم این مشکلات رو پیدا کنم، نمیتونستم کرالش کنم. هر کاری کردم نتونستم کرالش کنم، چون این بیزینس می‌خواست لیستینگاشو کسی نتونه اسکرپ کنه. یعنی براش این قضیه مسئله مهمی بود از نظر استراتژیک ریسورس. درست. یه اتفاقای جالبی هم از اون برمیفته. حالا اینو گفتم پرانتز واکنم واسه طرفت بگم. ما هم دیجیکالا پارسال بلک فرایدی بود، همین هول و هوش بود دیگه، ساعت 12 شب بلک فرایدی اینجوری دیدیم که دیگه ما دیگه تیم سئو جمع کنه و بره دیگه، داره استارت می‌خوره، بچهای کمپین درگیرن که یهو من یه سه چیز دادم بلک فرایدی، گفتم ببینم رتبمون چنده، یک هستیم دیگه هنوز، یه موقع لحظه بلک فرایدی نپریده باشیم. گفتم تایتلمون نیست، کلا وجود نداریم، راست ساعت 12 شب از سایت رو پاک کردم دیدم داده ایران اکسس. بچهای تک تصمیم گرفته بودن که آقا ببندیم. حالا قبل ما هماهنگ کردم که ما رباتای گوگل رو باز میذاریم با یه سری حالا پیچیدگی‌ها، من فقط دویدم طبقه تک و چیکار کردین چی شده. حالا اونا هم به هم ریخته، اونا هم ترسناک، تایتل دیسکریپشن هم کلا پریده، یعنی توی گوگل هیچ تایتل دیسکریپشن خالی داره، یه علامت چیز نشون میده، هایفن داره به من نشون میده، تموم شده رفت، هیچ چی وجود نداره. حالا اینکه اینا درست کردن و باز کردن، ولی خب دست دادیم خیلی چیزا رو تو اون لحظه، تا 40 دقیقه ما تایتل دیسکریپشن نداشتیم تو دوباره برگرده. فکر کنم اون تعداد صفحه دوباره بخواد ایندکس بشه، حالا چه بلایی سر ما میاد. ولی این اتفاق طبیعیه تو شرکت‌های بزرگ و به اصطلاح بالغ‌تر. حالا تو دیجیکالا هم شاید این کارو بکنن، انتظامی رو بکنن، برای شرکت خفنیه. آره الان درست شده خدا. میان بیزینس ایمپکت این مسئله رو اندازه‌گیری میکنن، یعنی اینسیدنس ریپورت میره بعد از اینکه اینسیدنت اتفاق میفته و بیزینس ایمپکت این که 40 دقیقه این مثلا قضیه اتفاق افتاده بود رو ما چند هزار دلار مثلا تاثیر گذاشت، اندازه‌گیری میکنن و داکیومنت میکنن لرنینگ چیه و مثلا کامیونیکیت میکنن با تیم که دفعه بعد همچین تصمیم بریم با اس مثلا به عنوان استیک هولدر چک بکنیم. یه اتفاق جالبی میفته. آره اتفاق میفته دیگه. ولی خب حالا بخوام برگردم دوباره به همون موضوعی که داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، خیلی خوبه که آدم‌ها دید تک کاملا داشته باشن توی سئو، چون اینجور مسائلی که بهت کمک می‌کنه. مثلا من یه نمونه‌ام برات مثال بزنم، یه سایتی که توی حوزه کریپتو کار می‌کنه که از دوستای ما برگشت گفت ما نمی‌دونیم که اصلا سئویی نبود، توی تیم دیگه بود، نمی‌دونیم که داینامیک رندرینگ داریم یا اس داریم یا نه. گفتم چه جوری ممکنه؟ گفت بچه‌ها نمی‌تونن با HTTP اون هدرهای HTTP و گوگل بات و یوزر ایجنت به اون چیزی که میخوان برسن، این صفحه دارن CSR میبینن کاملا. خب این که خیلی راحته مثلا پیدا کردنش، مثلا مسئله ای نداره. گفت چجوری آی پی گوگل نداریم که؟ خب برو از موبایل مثلا تست یا مثلا اسکیما چکر برو تستش کن ببین که ریزالت رو بهت دقیقاً داره ریکوست گوگل بهت، خب ببین چی داره بهت نشون میده. مثلا این راحتی ببین، یعنی اینجور سولوشن ها رو میتونی پیدا کنی برای اینکه صرفا دید داری. شاید این قضیه‌ای باشه که بعداً آره بپیچه همه جا، همه از این استفاده بکنن، ولی خودت باید به خلاقیت به خرج بدی. دید تکنیکال باعث میشه تو خلاق بشی. مثلا اینکه یه مسئله میذارن جلو تو، یک سری سرنخ داشته باشی که چی میتونه این مسئله رو ایجاد کرده باشه، یه بار خونده باشی، یه بار توی ایونتی شنیده باشی یکی ارائه داده حرف رو زده، بعد اونجا ذهنت میره من سرچ کنم چی شده، برام با چند نفر حرف بزنم ببینم چی. ولی اگه کلا نشنیده باشی، دنبالش نبوده باشی، اینجوری میشه که نمیدونم چی شده دیگه، سایت ترکیده، بریم بگیم بچهای فنی درست کنن. بعد مثلا میری طبقه 4 تو رفته بودی، بعد اونا میگن خب چیکار کنم الان، تو هم میگی نمیدونم تایتل ندارم، اونم میگه به من چه، بعد کارتو پیش نمیره دیگه. یکم دقیقاً مسئله ببین تیم فنی هم سایت کار میکنه، آره خب پس خداحافظ، مشکلی وجود نداره. باید ببریم آقا این قضیه وجود داره، این مشکلشه، اینم مثلا اوییدنسش که آقا یه برو اینو درستش کن، اینم سولوشنشه. حتی من دیدم که تیم تک اینجوریه که تریتوری خاص خودشو داره، ولی تو سولوشن هم بهش بدی بعدش نمیاد که چه ایده باحالی، من برم همین کد بزنم پس دست سر من بردار. اینجوری هم هستن. ایول خیلی مسئله جالبی صحبت کردیم، نزدیک 2 ساعت داریم صحبت میکنیم. میخوام که به اصطلاح خیلی وقتتون نگیریم، میدونم و خیلی شخصا دارم لذت میبرم از گفتگو باهات و قطعا کلی نکته برای منم همینطوری. حالا شاید یه فالوآپ گذاشتیم این
چیزایی که من بعضا با بچه‌ها صحبت میکنم، مثلا یه کیبوردایی میگن که حالا یکی بخواد میره کیبورد رو سرچ میکنه پیدا میکنه. الان مثلا 10 دقیقه قبلی صحبت ما خودش یه توییت با مزه ازش در میاد که مثلا SSG AI نمیدونم فلان بیسا صحبت و کیبورد استافینگ این چیزا بود. ولی یکی دنبالش باشه پیدا میکنه. حالا شاید فالوآپ هم با هم گذاشتیم، بازترشون کردیم، یه سری این مسائل رو به نظرم خیلی میتونه جذاب باشه. آره خیلی مسائل جذابی رو میشه وا کرد. سر خود شبکه میتونیم خیلی با هم صحبت کنیم که ببینیم اتفاقات شبکه چجوری تاثیر میذارن روی SEO، آی پی ها چجوری تاثیر گذارن، آی پی کثیف، آی پی تمیز، مثلا روت‌های مختلف. یه داغ که مثلا آروان بده برای SEO، من دوست دارم مثلا بشنم با تو در این مورد صحبت کنم، ببینیم که مثلا نتیجهش چیه. حالا سر فرصت آره میشه صحبت کرد، میشه صحبت. هم هیت هم چیزای خوب ازش میشه گرفت، هم میشه هیت داد بهش و زیاد مهم نیست. آره کارهای باحالی میشه با خود آروان کرد. واقعیت اگه بخوام بهت بگم جوری که من خیلی تریک روش زدم، مثلا باش لود بالانسر بالا آوردم، یه چیزی که اصلا کسی فکرش نمیکنه آروان بخواد لود بالانسر فری بهت بده، شاید خودشون هم بشنون زیاد براشون جذاب، آره جذاب نشه. من باش لود بالانسرم بالا آوردم در حدی که واقعا کارمو راه انداخته و خوب. خیلی آره. جا داره که از ما چیز یاد بگیریم، هم خود من هم قطعا کلی هم مخاطبامون. من مطمئنم این ویدیو خیلی ازش استقبال میشه. قبل اینکه ببندیم، چون بحث هوش مصنوعی امروز داغه، دوست دارم بدونم که شما با AI دارین، با جنراتیو AI یا حالا کارهای دیگه AI توی علی بابا دارین چیکار میکنید؟ اگه حالا میتونی یه چیزایی باهامون شیر کنید که دید تو به تیم من آره تو تیم من نیست، من تو اون تیم نیستم که بدونم دقیقاً دارن چه کارهایی انجام میدن، ولی مثلا تو بحث خود وب پرسونالیزیشن و اپ پرسونالیزیشن دارن کارهای جالبی انجام میدن بر اساس اون تصاویری که حالا از دیتا سورس های مختلف از تو پیدا میکنن، میان و یه سری پرسونالیزیشن انجام میدن، یه سری عکس جنریت میکنن مطابق با اون چیزی که تو نیاز داری. مثلا یه تیشرتی داره میفروشه که تیشرت مثلا مشابه با اون چیزایی که تو مثلا حالا دنبالشون گشتیه و اونو میاد کاستومایز شده رو لباس چاپ میکنه و بهت نشون میده که مثلا تو بری اون تیشرت رو بخری، هم تیشرت همونه ها، فقط داره کاستومایز شده متناسب با خواسته تو شده، وچری که تو دوست داری ببینی رو مثلا داره روی اون محصول. اینلاین کانتنت های خیلی جذابی با AI جنریت میکنن متناسب حتی با لحن سرچ کردن و صحبت های خودت. و این اینلاین کانتنت آره تو ایران کانورژن ریت اپتیمیزیشن عجیب غریب جواب میده. یادم این اکسپریانسی که بارها شده و یه زمانی هم براش یه ابزار کامرشیالی حتی اومد، نمیدونم هنوز ابزار هست یا نه، که مثلا تو روی لندینگ پیج میومدی بالا از گوگل ادز، خب میومد سرچ ترم تو رو، حالا سرچ ترم نه کیوردش، اگه بخوایم با تکنیکال گوگل ادز صحبت کنیم، کیورد مین مثلا اون اد گروپ تو رو مچ میکرد مینداخت تو تایتل صفحه. خب مثلا تو وارد صفحه میشدی، مثلا به جای مثلا اگه سرچ کرده بودی فرض کنم خرید بیت کوین، مینوشت خرید بیت کوین. اگه سرچ کرده بودی قیمت بیت کوین، مینوشت. اگه میزدی مثلا معامله بیت کوین بالا انداخت، بعد معامله بیت کوین فرض کن. خب آره این رو تایتل خود صفحه تایتل خود اون ریزالت ها میندازه، سرپ مینداخه. رو سرپ هم نه، رو سرپ که میندازی اون که بحث اد گروپ گوگل ادزشه، رو خود لندینگ پیج، یعنی تو رو صفحه میومدی بالا کیوردی که سرچ کردی نبودم اصلی صفحه میدیدی. خب من بلد نیستم. عجیب غریب کار تکنیکالش عجیب غریب نیست، میشه انجامش داد. تو باید اد گروپت به اصطلاح بدونی اون کیوردش چیه، اونو پس بدی به بک اند تو، پس بدی به لندینگ پیجت و یوزر اگه با اون مثلا ریفرر اومد کانتنت صفحه رو براش مودیفای بکنی. یعنی سولوشن کامرشیالش هم هست الان این کارو داره میکنه و اینو من دیدم اکسپریمنتاش هم شیر کردن. یه چیز عجیب غریب بالای 30-40% رو کانورژن ریت تاثیر میذاره. خب بعد حالا اینو اسکیل کن مثلا رو بیزینسی که 10,000 تا پروداکت داره، مثلا تو سرچ کردی عنوان محصول یا میشه چیزی که تو سرچ کردی دقیقاً اگه بشه، یعنی مرز خوب و بدم داره، نباید دروغ بگی و نمیدونم فلان اینا، تمیز کار کردنش خودش داستان داره. ولی اصلا چیز عجیب غریبی در میاد. الان گفتی اینلاین کانتنت یادم اومد که مثلا حالا رو اینلاین کانتنت خیلی تمرکز گذاشتن که بتونن سرچ جنریت کنن، حتی تایتل و دیسکریپشن محتواها رو تغییر بدن. یعنی حالا اپش رو من ساجست نمی‌کنم که توش زیاد بشه، رو وبش میتونی تست کنیم ببینی یه سری چیزا رو. دیتا خیلی جالب، هینت خیلی مارکتینگی خیلی زیادی بهت میده که آقا من وقتی از آن نون یوزر توش دارم فعالیت میکنم چی دارم میبینم، یعنی دیفالت کامرشیالی کاملا دارم میبینم، نهایت مثلا یه سری بست پرکتیس های
کمپینی رو اون صفحه پیاده شده، ولی وقتی نون یوزر میشم به چند روزی از حضورم میگذره دارم انگار این سایت واسه من ساخته شده، این سایت انگار واسه منه، میدونه من کیم، چیم، چی کار میخوام بکنم، دنبال چی میگردم. و من اینجوریم که وقتی واردش میشم تمام اقلام موسیقی برام نمایش داده میشه وقتی وارد سایت میشم. خیلی جالبه. من دنبال اینم که ساز داشته باشم، سازهای مختلف میبینم، کارت صدا میبینم، بعد اینا خیلی با هم دیگه مرتبطن. محسودا مثلا میدونه من طرفدار مثلا یه گروه خاص متالی ام، اون رو میاد به من نشون میده، اون محصولاتی که مرتبط با اونه. یا مثلا در این حد میتونه تو رو شناسایی کنه که آقا مثلا اگه علی گروه متالیکا رو دوست داره محصولات مرتبط با اون رو میبینه، بیام گیتاری که بهش نشون میدم از برند ESP یا LTD باشه که مثلا این ساز سیگنیچر مثلا این گروهه. خب متوجه، یعنی در این حد داره دیتا جمع میکنه، در این حد داره یاد میگیره اون ماشینه که بتونه اینها رو به هم ربط بده. من کامل دیپ نیستم توی این قضیه که AI داره چجوری این کارا رو انجام میده. ما فقط دیتا یوزر رو جمع میکنیم و یه جا نگه میداریم که آقا مثلا یوزر رفت همچین چیزی رو دید، یوزر رفت فلان کارو کرد، یوزر همچین چیزی رو سرچ کرد. ما اینا رو جمع میکنیم و خوراک میدیم به تیم AI و ML که بتونن همچین خروجی بگیرن، ولی کلا دارن روی این قضايا کار میکنن دیگه. این اصلا پرسونالیزیشن با AI یه دنیای متفاوتی میشه. فرض کن مثلا تو میتونی به ازای بذار اینجوری بگم، پرسونالیزیشن خوبه، کار سختیه، چون مثلا ریسورس میبره. تو مارکتینگ اتوماسیون میان سگمنت میکنن آدما رو، مثلا تو مدل‌های ECRM که وجود داره مثلا RFM میگن 10 تا مثلا سگمنت داریم، اینا هر کدوم یه رفتاری باهاشون میشه. فرض کن با AI تو میتونی به ازای هر آدم یه سگمنت داشته باشی و به زبون خودش کانتنت صفحه رو جنریت کنی. مثلا این آدم با این زبون، با این لحن، با این کیوردا، با این عکس، با این پرایس مثلا آفر، مثلا جنزی مثلا ترجمه میده ریویو آنست ببینه، نمیدونم مثلا طرف یکی دیگه ترجمه میده مسائل حقوقی و پیمنت متد ببینه. میتونی کانتنت صفحه رو به ازای هر آدمی کاستومایز بکنی با AI و خیلی عجیب غریب میشه به نظرم. ما خیلی تو اروپا نمیتونیم این کارا رو بکنیم هنوز، یعنی دوست داریم بکنیم، بهش فکر میکنیم، رو پروژه‌اش کار میکنیم، ولی یه باگ قانونی و یه باگ مثلا مدیرا باید تایید کنن چون ریسکیه نمیکنن و یه همچین اتفاقایی سر راهمون داره یکم بلاکمون میکنه. منتظرم ببینم کی درست میشه این قضیه. ولی تو ایران که شما دستتون بازه دیگه راحت باشین ببینید. ببین تو ایران ما دنبالش نیستیم. ببین خیلی از مسائلی که وجود داره، مثلا دیجیکالا چیزی بود که خیلی روی این قضیه داشت مطالعه میکرد، رو AI و ML و چت بات هایی که وجود دارن، ولی اون چیزی نیستش که باید دنبالش برن. یه سری محدودیت ها وجود داره. ایران کشور ما یه سری تحریم هایی داره که نمیتونه به یک سری ابزار دسترسی داشته باشه، به سری ابزار با دور زدن باید داشته باشه. اینجا ترد پارتی ها خیلی کمکمون میکنن تو این مسیر. حالا من نمیگم علی بابا خب فرق داره، اون میگه من خودم دارم توسعه میدم که اینا رو بفروشم. دیجیکالا که شرکت نرم افزاری نیستش که، صرفا یک فروشگاهی که داره حالا میذاره اجاب تکنولوژی تر به نسبت بقیه شرکت‌ها کار میکنه. ولی این داشتن این پرسونالیزیشنه یه شبیه به علی بابا یا آمازون کمک میکنه که تو کاربرت یه حس خوبی داشته باشه از خریدش. بخوایم پرفورمنسش هم صحبت کنیم، فکر کن کاربری رو با تبلیغات آوردی توی صفحه و کاربر دقیقاً اون چیزی که دنبالش میگرده رو داره میبینه. نمیره. مثلا من حتی ما داریم رو سرچش هم شنیدم بچه‌ها دارن روش کار میکنن، تیم هایی که مربوط به سرچه و AI. دیتایی که تو سرچ میکنی توی علی بابا قرار متناسب با روحیه خودت محصولات سورت بشن. خب مثلا اگه تو اپل بازی وقتی گوشی موبایل سرچ میکنی، اول اپل ها رو بهت نشون بده. پرسونالیزیشن هم داریم، یکی سرچ میکنه آره. یه سری آدم اپل رو اول میبینن، یه سری سامسونگ رو اول میبینن. دقیقاً این همچین کارایی دارن میکنن که تو بر اساس دوباره بیهیویر خودت بیای و محصول ببینی. یا مثلا یه سری جرنیایی میدونم توی چیز وجود داره توی تیم مارکتینگ اتوماسیون که روی کراسل و آپسل داره کار میکنه. این کراسل و آپسل اگه داره مثلا به کراس، مثلا یه گوشی خریدی داره کنارش به عنوان مثلا کراسش داره یه قاب میخواد برات اس ام اس کنه، یه گلاس میخواد نشون بده. آقا علی گلاس باب اسفنجی، قاب باب اسفنجی دوست داره. خب
تو اون لیسته که قراره برات شیر بشه و تو بری ببینیش، تو اون صفحه‌ای که دوباره کاملا کاستومایزه، باب اسفنجی آیفون 15 و 16 لیست شماره یکشه، کاملا بر اساس روحیت و اون علایقت داره محصولات کراس سل و آپ سل رو نشون میده. آیفون بازی علی میدونه آیفون 16 پرو مکس دوست داره، چون تمام هیستوریش نشون میده که پرو مکس ها رو رفته تحقیق کرده، دیده، در موردشون خونده، حالا اد تو بسکت یا کلی ایونت دیگه فایر کرده. پس من اگه خواستم بهش آفر بدم رو آیفون 16 پرو مکس آفر بدم که 15 رو بده 16 رو بگیره. از این جور کارا میکنن دیگه. حالا خیلی بیسیکشه دیگه، من دارم میگم بیسیک، کارهای کوچولوتری هستش. آره من نمیتونم راجع بهش صحبت کنم، خودت قبلا با هم راجع بهش صحبت کردیم دیگه، خودت میدونی چه جوریه. اما اینا هست. اینم جالبه. من حالا اخیراً یه ایونتی رفتم، ایونت اسپاتلایت بود که هاستش سمراش بود، شرکت سمراش بود. بعد سمراش اخیراً خیلی گنده شده، من نمیدونستم، خودم کنجکاوشم سرچ کردم. اینا تو کرونا اصلا آی پی او کردن و رفتن تو مارکت، تو بازار به اصطلاح سهام پابلیک شدن و کلی شرکت اکوایر کردن. اخیراً سرچ انجین لند رو اکوایر کردن، ابزار رایت رو اکوایر کردن و کلی از این چیزهای خورده‌ریز دیگه و دارن میشن یه دیجیتال مارکتینگ پلتفرم. یعنی یه پروداکت اینسایت دارن که مثلا میشه رقیب چه میدونم سیمیلار وب، یه پروداکت سرچ دارن که میشه رقیب مثلا ایچرفس، یه پروداکت کانتنت دارن که مثلا کانتنت با ای آی جنراتیو ای آی مثلا رقیبای خودش رو داره کلا، و دارن سعی میکنن یه اکوسیستم مارکتینگ مثلا رو سوشال و کانتنت و همه چی دور خودشون درست بکنن. بعد سی ام او سمراش یه حرف جالبی زد، حالا همه این حرفو میزنن ولی یعنی خیلی وقتا این حرفو میزنن و درست نیست، ولی حالا یه هینتی بهمون بده. گفت الان AI مثل اون دورانیه که مثلا اسمارت فون اومده بود، مثل اون دورانیه که اینترنت سریع اومده بود، یه پارادایم شیفتی داره اتفاق میفته و تو الان باید سوارش یادش بگیری و یاد بگیری باهاش چجوری کار کنی. و اگه میخوای مثلا امثال علی باشی، باید یاد بگیری چجوری باهاش طوری کار کنی که بقیه باهاش کار نمیکنن و اصلا ایران بودن هم محدودیت ایجاد نمیکنه توی این مسئله. آره این حرف خیلی درسته. ببین ما اصلا حالا چه توی علی بابا، چه توی دیجیکالا، چه توی تکنو لایف، من کاملا همیشه چت بات کنارم بازه. حالا ممکنه این چت بات مربوط به جنریت عکس باشه، ممکنه کانتنت ازش بخوام، ممکنه کمک تو کد زدن بخوام. و اینجوری هم که من میدونم چی میخوام، دیزاین آرکیتکتمو میدونم، کدش رو چرا من باید بزنم. مثلا کوپایلوت گیت هاب بازه روی آیدی، یا کدو به من بگو مثلا چیکار داری میکنم، من فقط ریویو میکنم، تو کد رو بزن من ریویوت کنم ببینم یه موقع باگی نداشته باشه، اگه باگ داره فیکسش بکنم یا با اون چیزی که من تو ذهنم همخونی داره یا نه. و انقدر خوبه که همه کارا رو واسه انجام میده، دیگه نیاز نیست کد بزنی. آقا چرا علی باید کد بزنه دیگه؟ قبلا ما بیچاره بودیم، می‌خواستیم یه پروژه بیاریم بالا، واسه ستاپ کردنش فقط 3 روز وقت می‌ذاشتیم. من میگم چی میخوام آقا، اولیه رو بساز تا بریم تو دلش، من مدل رو بهت بدم و برنامه رو با هم در بیاریم. این شکلیه. بیسیکش باید یعنی هدفش اینه که تو الان باید روزمره با چت بات مسئله حل کنی و خیلی مسئله حل کنی. یه لول بالاترش اینه که خودت اپای خودت رو با مثلا کاستوم جی پی کرده باشی، باز یه ذره از اون بالاتر با API بر رفته باشی، 4 تا اپلیکیشن با API اگه میتونی درست کرده باشی، که دیدم الان یک سری ترد پارتی تو ایران اومدن که اینو تسهیل میکنن، میتونی انجام بدی. یکم بالاتر بتونی با واترمارک بازی کنی. الان یه سرویسی هست مال گوگل دیپ مایند به اسم سینت آیدی که مثلا برو ببین سینت آیدی چه جوری کار میکنه، چه جوری میشه محتوای AI کرییتد رو دیتکت کرد. خب این کار میکنه، بدونی اینو چه جوری دور بزنی اگه لازم شد، یا بدونی مرزاش کجاست تا کجا میتونی ازش استفاده بکنی تو کارت، و بعد بیا این AI رو اینتگریت کن تو کارت، توی مثلا پرسونال مسنجینگت، توی اینلاین کانتنتت مثلا. یعنی انقدر فضا وجود داره برای کار کردن باهاش که الان شرکت‌های بزرگ دارن صحبت میکنن چجوری با AI این کارا رو انجام بدیم و 2 سال دیگه همه کردن کارا رو، یعنی تموم شده 2 سال دیگه اصلا کاسکاتینگ اصلا. ببین AI کمک میکنه تو کاسکاتینگ داشته باشی، نه کاسکاتینگ نیرو انسانی ها، کاسکاتینگ اون زمان از دست رفته. تو اگه فکر کن مثلا قراره، آره ببین نیرو انسانی حالا خیلی اینجوریه که ما نیرو انسانی کم نکنیم مثلا فلان میشه. میخواد اگه مثلا سال دیگه قراره مثلا به 10 تا فیچر بزرگ برسه، خب میگه من سال دیگه با همین نیرو انسانی، با همین کاستی که دارم میدم، به جای 10 تا به 30 تا فیچر بزرگ میرسم. من نمیخوام نیرومو از دست بدم، میخوام سرعت رشدم رو بیشتر کنم، من میخوام سرعت
میزان کانورژن هم رو ببرن بالا، چون اگه این فیچر رو برسن احتمال اپتیمایز شدن مثلا فلان فانل وجود داره، پس در نتیجه واسه من سودآوره. اینجوری به قضیه دارن نگاه میکنن. ما همش نگرانیم نکنه مثلا ای آی بیاد جای منو بگیره. اگه میترسی جاتو بگیری قطعا جاتو میگیره. اگه آره قطعا جاتو میگیره. تو ترس داری از اینکه ای آی جاتو بگیره، قطعا میگیره. دقیقاً درسته. همین الان گرفته جاتو. گرفته خودت نمیدونی یا کارفرما آره نمیدونی. آقا سونو رو باز میکنی میبینی بهش من یه شعری دادم، شعری از سعدی بود، بهش گفتم برو راک 1980 واسم 1980 واسم بساز. خب داخلش هم درام به سبک مثلا فلانی بزن. یه چیز عجیبی واسم ساخت که من ادش کردم تو پلی لیستم و اینا آهنگر گوش میدم، انقدر خوبه. چون فارسی میخونه، شعر اصیل داره میخونه، سازهای مربوط با راک رو داره، دهه 80 و خیلی جذابه. میگم جاتو گرفته، یعنی گیتار هم بلد نباشه، آهنگسازی هم بلد نباشه، میزنه. من یه دنبال اینی که مثلا یادم اومد، من یکی از دوستام SEO متخصص SEO بود، الان رفته یه تو فاز خیلی AI و پروداکت منیجر شده. به زودی هم قراره باش ویدیو ضبط کنم. دارم تیزر میدم توی این ویدیو که اونو بچه‌ها سابسکرایب کنن ببینن. اصلا موضوع رو برم سمت AI، چون خیلی نرد AIه و همه چی میخونه روز به روز. اون ویدیو رو میبرم سمت اون قضیه، خیلی جالب میشه به نظرم. آره کلا میگم آقا گرفته جاتو دیگه. اگه میترسی جاتو بدون که گرفته. اگه نمیترسی برو بجنگ باش. تو میشی یک یوزری که از اون کارگرت استفاده میکنی. یعنی تو میشی یک مدیر، یک رئیس و ای آی میشه کارگر تو دیگه نیاز نیست زمانت رو بابت کارهای روتینه به درد نخوره گل بذاری. تو یک رئیسی هستی که میگی اون واسط چی کار بکنه، اون بالاترین کیفیت میتونه برات انجام بده. اگه بد انجام داد میتونی دعواش بکنی و اون ناراحت نمیشه، مجبوره بگه چشم. با این خیلی حس رو من کوت میکنم از این به بعد. اگه میترسی ای آی جاتو بگیره الان گرفته. خیلی جمله قشنگی بود. آخه واقعا همینه، گرفته جامونو. موافقم. میتونی اپروچ مدیر داشته باشی نسبت به کارگرهایی که در اختیار، واقعا کارگر، نگاه کارگر باید بهش داشته باشی، نباید بترسی ازش. اگه یه موقع بترسی که رئیسته، واقعا رئیست میشه و تو دیگه نیازی نداری تو جایگاه بشینی. من اگه الان از گرافیستای مثلا تکنولوژی اگه بترسن از اینکه مثلا فری پیک داره بالاترین کیفیت عکس رو بهشون میده، آره باختم. ولی اینا یه خروجی میگیرن خودشون یه ادیت میزنن، اونو خیلی جذاب‌تری میکنن. کاری که قرار بود 3 ساعت انجام بدن تو نیم ساعت انجام دادن، ما تحویل دادن و ما هم خوشحالیم، اونا هم خوشحالن، کار کیفیت هم بالاتره. دقیقاً همینطوره. آقا خیلی عالی، خیلی لذت بردم از گفتگومون. دمت گرم. منم همینطور، قربونت. و باید حالا بعدا یه فالوآپ بذاریم بیشتر صحبت بکنیم. نکته‌ای هست که بخوای اضافه بکنی؟ سخن آخری بهمون بگی. سخن آخر، من خیلی تلاش کردم شد. چیزایی که تو ذهنم بود همیشه، دیجیکالا آرزو بود، مصاحبه با گوگل آرزو بود، خارج از ایران کار کردن آرزو بود، چیزی بود که تو فکرم هم نمی گنجید، واسم خیلی سخت و دور از دسترس بود. اگه واسه من شده، واسه شما هم و همه میشه، و فقط اینه که بخوای. میدونم که اگه بخوای میشه. این چیزیه که من بهش اعتقاد قلبی دارم. و به جایی که تمرکزت رو روی تارگت پول بذاری، بذار رو خلق ارزش. یک درس بزرگی که من یک نفر دیگه گرفتم، پول جوری به سمتت میاد که اصلا دیگه نیاز نداری بهش فکر بکنی. اون خلق ارزش هست که تو رو متمایز میکنه، تفاوت هست که تو رو باعث میشه به سمت پیشرفت حرکت بکنی و همزمان به سمت پیشرفت رفتن جایگاه اجتماعی داری، پول داری، بهترین چیزا رو داری، بهترین شرایط زندگی رو داری و باید رفت سراغش. خودت رو قرار بده تو اون مسیر. این تنها چیزی که من خواستم آخر این صحبت‌ها بهش با هم برسیم. خیلی قشنگ بود. دمت گرم. من خودم هم دارم به این فکر میکنم، نه اینکه خودم رسیدم و واقعا اینجوری نمیگم بهش، اینجوریام که من دارم این شکلی فکر میکنم و هممون باید این شکلی فکر بکنیم. اینم تجربیات آدم‌های دنیا دیده و سمبالایی که من ازشون شنیدم و دوست دارم برم تو اون مسیر. دمت گرم. خیلی عالی. دمت هم گرم. خیلی حال داد. ان شاءالله حالا دوباره صحبت کنیم، چون من دوست دارم با تو 2 ساعت دیگه صحبت کنم، ولی میدونم فرصت نیست. من خیلی حال داره واقعا. من هستم، ان شاءالله با هم صحبت میکنیم بیشتر. بازم دمت گرم و فعلا خدا نگهدار. قربونت، خداحافظ.